بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که شب و روز به کام شما عزیزان باشه و از برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق لذت ببرید. مثل همیشه در برنامه حجت بی حجت در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که قبل از همه چیز من عرض سلام و ادب دارم جناب خدمت مولانا. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت شما جناب آقای انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و امیدوار هستم که الله متعال آنچه را که موجب رضایتش هست و حق و حقیقت هست ما را تابع حق و حقیقت بگرداند و حق و حقیقت را بر زبان ما جاری بگرداند و ما عامل باشیم بر این حق و حقیقتی که از قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت کردیم. و در خدمت جناب عالی ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، در هفته‌ای که گذشت ما در مورد باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در کتاب اصول کافی، یکی از کتب معتبر مولد امیر المؤمنین صحبت کردیم. البته قرار شد که ما در مورد باب الاشاره و النص صحبت بکنیم. یک گذری زدیم به باب مولد علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه علیه السلام که در کتاب اصول کافی در این باب تاریخ آورده مورد به اصطلاح ائمه اثنا عشر شیعه رو. در باب مولود ما احادیث جالبی رو دیدیم که جناب حضرت مولانا بیان کردن در هفته گذشته که من مختصری از این روایت ها رو خدمت شما عزیزان یک بار دیگه نشون میدم. این کتاب اصول کافی است از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، یکی از علمای بزرگ شیعه و این کتاب صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن کریم محسوب میشه و حتی ما کلیپ های بعضی از علمای شیعه رو نشون دادیم که هر کس یک روایت از این روایت ها رو انکار بکنه کافر و نجس خواهد بود. و در این باب دوستان اگر نشون بدن باب مولد امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در این باب روایت های متعددی رو خدمتتون نشون دادیم. یکی از روایت ها این بود که مادر امیر مومنان در روایت دوم این روایت هست که در قسمت آخرش وقتی که ایشون رو در قبر میذارن و ازش سوال میشه در مورد الله و در مورد رسول و در مورد امام، ایشون نمیتونه جواب بده و پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیرون قبر به ایشون اشاره میکنه. دوستان اگر این رو نشون بدن این قسمت رو، ابنکی ابنکی ابنکی، یعنی به ایشون یاد میدن که امام تو فرزندت است. و این واقعا یک امر عجیب و غریبی است که مادر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خبر نداشته که ایشون امام هست. همچنین در روایت هفتم این باب روایت عجیبی است. دوستان اگر این رو نشون بدن که در این روایت ادعا شده که زبان فارسی زبان اهل جهنم هست و کسانی که به جهنم میرن ولو اینکه عرب باشن در اونجا فارسی صحبت میکنن. این خلاصه احادیث عجیب و غریبی بود که در این باب وجود داشت. جناب استاد اگر دوست دارید اشاره‌ای داشته باشید به خلاصه برنامه هفته گذشته و یا اگر مطلب جدیدی هست در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد روش بررسی این کتاب حجت از کتاب اصول کافی من قبلا هم عرض کردم، خصوصا در باب امامت هر امامی ما قبل از این که باب اشاره و نص بر آن امام رو بررسی بکنیم و احادیثش را نقد بکنیم یا مطالب و موضوعاتی که در این روایات مطرح شده خدمت شما بینندگان عزیز بازگو بکنیم، سری میزنیم به باب مولد هر امام.
اتفاقاتی که در هنگام ولادتش افتاده یا فضائل و مناقبی که احیانا در اون باب ذکر کرده و چه بسا که فضائل و مناقب نیست بلکه یک نوع عیب و ایرادهایی هست که بر ائمه گرفتند و به جای این که فضیلت باشد یک نوع رذیلت و یک نوع بی‌حرمتی به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و اولین ابواب از ابواب اشاره و نص باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علیه السلام بود که ما در هفته گذشته یک گوشی از مطالبی رو که در باب مولد امیر المؤمنین ذکر کرده بود این مطالب را به صورت مختصر خدمت بینندگان عزیز ما ارائه دادیم و نمیخواستیم که این مبحث طولانی بشه، به خاطر اکتفا کردیم بر یک مشتی و نمونه از در واقع خروار و کل اون باب و امروز انشاءالله میپردازیم به باب اشاره و نص بر امیر المؤمنین علی علیه السلام. جناب مولانا، ما در قسمت‌های اول برنامه حجت مفصل صحبت کردیم در مورد مکانت کتاب کافی، از چه اهمیتی در مذهب شیعه برخوردار هست و شاید بعضی از بینندگان ما تقریبا شاید 1-2 سال گذشته از این برنامه ندیدن و این قسمت ها رو به اصطلاح مشاهده نکردن، گرچه در یوتیوب هست عزیزانی که بخوان قسمت های اول این برنامه رو ببینن. اگر لطف بکنید برای عزیزانی که جدیداً بیننده این برنامه شدن، چرا شما کتاب اصول کافی رو انتخاب کردید برای بررسی این قضیه حجت بی حجت؟ و هدف کلی ما این است که ما ادعا میکنیم که هیچ کدام از ائمه‌ای که شیعیان اونا رو حجت برای بشریت میدونن با نص الهی از طرف الله سبحانه و تعالی برگزیده شدن، ما اینا رو قبول نداریم به عنوان حججی که الله سبحانه و تعالی اونا رو تعیین کرده باشه یا امامانی که منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی، اما به عنوان انسان‌های بزرگوار، متقی، پرهیزگار، دارای شرف و عظمت که هستن، چه از نگاه اینکه صحابه هستن یا اهل بیت هستن. هدف از انتخاب کافی رو اگر لطف کنید مختصر بیان بفرمایید. شما اگر در میان مذهب شیعه یعنی برترین ها را بخواهید مثلا بررسی بکنید که برترین مطلب در باب مذهب شیعه چی هست، یعنی برترین مطلبی و برترین اصلی که بر آن پافشاری می کنند و اساس مذهب تشیع هست و شیعه رو از غیر شیعه امامی و امامی رو از غیر امامی های 12 امامی در واقع متمایز میکنه، بحث امامت هست. پس بنابراین مسئله امامت برترین مسئله مذهب تشیع هست و بعد از آن وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که امام علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برترین امام شیعه هست، برترین مسئله امامت هست و برترین امام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست. ما میخواستیم که این برترین مسئله رو که مسئله امامت هست اینو در مذهب شیعه ما بررسی بکنیم، ببینیم که چه دلیل و چه جایگاهی رو دارد، آیا اساساً دلیلی که هماهنگ و موافق با قرائت شیعه باشد از امامت آیا در این کتاب اصول کافی وجود دارد، در مذهب شیعه هست یا نیست. و طبعا رسیدیم به برترین امام شیعه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست. برای بررسی دلایل امامت به صورت کلی و بررسی دلایل امامت هر یکی از این ائمه از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا مهدی شیعه و امام زمانشون، ما رفتیم سراغ برترین عالم و برترین کتاب شیعه. برترین عالم و برترین کتاب شیعه به اتفاق علمای شیعه اون گونه که در کتابهایشون ذکر شده و اعتراف کردن به این، شیعه کتابی برتر و گرانسنگتر از اصول کافی ندارند. برترین کتابشون، موثق‌ترین کتابشون که بنابر اقوالی و گفته می شود، گرچه بسیاری اینو قبول ندارند، این کتاب به تأیید امام زمان هم رسیده و یکی از ویژگی‌هاش این است که در زمان غیبت صغرا و در زمان دسترسی به امام زمان این کتاب تألیف شده و نویسنده این کتاب به اعتراف بزرگان شیعه یکی از برترین علمای شیعه هست. هم خودش برترین هست و هم کتابش برترین هست.
مسئله امامت هم برترین هست، سیدنا علی هم برترین امام هست. تمام این برتری ها رو ما جمع کردیم در کتاب اصول کافی تا ببینیم که در اصول کافی برای این برترین های مذهب شیعه دلیلی وجود دارد یا اینکه وجود ندارد. شما اشاره جالبی فرمودید که ما در آغاز این برنامه جایگاه این کتاب رو مطرح کردیم و برای بینندگان عزیز از خود این کتاب، نه اینکه دیدگاه شخصی خودمان را مطرح بکنیم بلکه دیدگاه شیعه را و آن چیزی که در خود این کتاب ثبت شده در مقدمه ای که محقق در اول این کتاب اضافه کرده، کلا در مورد خود کلینی و در مورد کتابش اقوال علمای شیعه رو، قطعا همه اقوال نیست اما تعدادی و برخی از این اقوال را جمع‌آوری کرده و مناسبت داره که ما در هنگام بررسی امامت و بررسی برترین امام شیعه دلایلش بازگردیم به جایگاه خود این کتاب و جایگاه کلینی. در آغاز این کتاب و مقدمه خیلی مفصلی وجود داره. در صفحه 20 درباره مدح کلینی مطالبی رو در اینجا بیان فرموده. این کتاب اصول کافی هست و صفحه 20 این کتاب عنوانی رو گذاشته به عنوان مدح. قال النجاشی، از نجاشی رو نقل می کند: شیخ و اصحابنا فی وقته بری، شیخ اصحاب ما بوده، شیخ شیعه بوده در زمان خودش در ری، و وجههم، وجه اونها بوده، سرآمد روزگار خودش بوده، و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، موثق ترین فرد و در واقع کارکشته ترین و وارد ترین فرد در باب حدیث ایشون بود. و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، امین محمد ابن یعقوب محمد ابن یعقوب کلینی. و توسی دربارش میگه ثقة عارف بالاخبار، ثقه هست و حدیث شناس هست. و همچنین میگه جلیل القدر عالم بالاخبار. ابن شهر آشوب میگه عالم بالاخبار، حدیث شناس هست، میداند احادیث را. سید رضی الدین ابن طاووس میگه الشیخ المتفق على ثقته، بالاتفاق ثقه هست، و امانته محمد ابن یعقوب الکلینی. و میگه محمد ابن یعقوب ابلغ فی ما یرویه و اصدق فی الدرایه، هم در مورد روایاتش و هم در مورد درایش اینوشون واقعا یک جایگاه خاصی رو داشتن، هم در مورد روایت احادیث و هم در مورد فهم مطالب احادیث. اگر دوستان اینو نمایش بدن در اینجا این کتاب در پیش روی بنده هست. و همچنین از ابن اسیر می آورد هو من ائمه الامامیه و علماءهم، از ائمه امامیه و علمای امامیه هست. و شیخ حسین ابن عبدالصمد حارسی همدانی میگه محمد ابن یعقوب الکلینی شیخ عصره فی وقته و وجه العلماء و النبلاء، و سرآمد علما و فرخیختگان بوده. کان اوثق الناس فی الحدیث و انقدهم له و اعرفهم به، ثقه ترین انسانها در باب حدیث و نقادترینشان و آشناترینشان در باب حدیث که از ائمه نقل می شود. قاضی شوشتری میگه رئیس المحدثین الشیخ الحافظ، رئیس محدثین بوده و شیخ و حافظ بوده. و مولا خلیل ابن غازی قزوینی میگوید اعترف المؤالف و المخالف بفضله، دوست و دشمن جایگاه ایشون رو قبول دارند و در واقع اعتراف کردن به فضلشون. وقال اصحابنا وكان اوثق الناس في الحديث واثبتهم، ثقه ترین مورد اعتماد ترین فرد در باب حدیث و اثبتهم و متمکن ترینشان بوده. و اغورهم في العلوم، یعنی علمش و آشناییش به علوم خیلی در واقع عمیق بوده، آشنایی عمیقی به علوم داشته. تقی مجلسی میگوید والحق انه لم يكن مثله، مثل کلینی ما نداشتیم. والحق، حق و واقعیت این است که انه لم یکن مثل کلینی کسی دیگر ما نداشتیم. فی ما رأیناه فی علمائنا، در میان علمایی که ما دیدیم، علمای ما، علمای مذهب ما، شخصی مثل آقای کلینی نیست. و کل من یتدبر فی اخباره، هر کسی که این کتاب رو نگاه بکند، اخبارش رو بررسی بکند، تدبر بکند، و ترتیب کتابه یعرف انه کان مؤیدا من عند الله تبارک و تعالی، میدانه وقتی که این کتاب رو شما مطالعه بکنید میدانید که واقعا ایشون مؤید بودن از جانب الله متعال و دعای خیلی براشون کرده که جزاه الله عن الاسلام والمسلمین، بعد بگین جزاه الله عن الشیعة والمتشیعین افضل جزاء، عن التشیع والشیعة افضل جزاء المحسنین. باقر مجلسی میگه الشیخ الصدوق ثقة الاسلام مقبول طوائف الانام ممدوح الخاص والعام محمد بن یعقوب الکلینی. و همچنین میرزا عبدالله افندی میگه الشیخ الاقدم
المسلم بین العامة والخاصة والمفتی لکل الفریقین. جالب این است که میگه مفتی هر دو فریق بوده، هم مفتی اهل سنت هم شیعه و هم سنی بوده. شیخ حسن دمستانی میگه ثقة الاسلام و واحد الاعلام خصوصا فی الحدیث فانه جهینة الاخبار و سابق هذا المزمار. در این زمینه واقعا ایشون پیشتاز بودن. الذي لا يشق له غبار ولا يؤثر له على اثار. کسی به گرد پایشون نمیرسه و هیچ اشکالی رو نمیتونید شما از آقای کلینی بگیرید. از این تعریف دیگه فراتر. و همچنین محدث نیشابوری میگوید که و منهم ثقة الاسلام قدوة الاعلام والبدر التمام جامع السنن والآثار في حضور سفراء الامام افضل السلام الشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي محيي طريقة اهل البيت على رأس المئة الثالثة. ایشون مجدد میدونه، مجدد طریقه اهل بیت در اول دهه سوم، رأس المئة الثالثه که من قرن چهارم در واقع شمرده میشه. و تعریف های بخیری در اینجا آورده. و سید محمد باقر خانساری میگه هو فی الحقیقت امین الاسلام و فی الطریقت دلیل الاعلام و فی الشریعت جلیل الاقدام لیس فی وثاقته لاحد کلام. کسی در وثاقتشون حرفی رو نداره. ولا فی مکانتی عند الائمه الانام. در جایگاهیشون و که چه جایگاهی رو داشتن هیچ کسی حرف و حدیثی رو در این مورد نداره. خب اینا خلاصه‌ای بود از اقوال بزرگان شیعه. اقوال بزرگان شیعه در مورد خود آقای کلینی ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. در مورد خود کتابش هم خیلی ها اظهار نظر کردند و تحت یک عنوانی به عنوان الکافی در اینجا ویژگی های این کتاب رو بیان کرده، دیدگاه علما نسبت به کتاب اصول کافی. در صفحه 25 میگوید که و یأخذ منه من یرید علم. تعریف این کتاب هست و که میگه این والعمل به بالآثار صحیحة الصادقین و قد یسر الله له تألیف هذا الكتاب الكبير في 20 سنه. این نکته خیلی مهم است که ایشون 20 سال تمام زحمت کشیدن تا اینکه این کتاب رو تألیف کردن. تألیف یک روز و دو روزش نیست، تحقیق 20 ساله آقای کلینی، برترین فرد و رئیس شیعه و وجه شیعه، سرآمد روزگارشون، این کتاب رو در ظرف 20 سال نوشتن. و مطالبی رو درباره خود این کتاب در واقع بیان میکنه در صفحه بعدش الثناء علیه. میگن شیخ مفید دربارش میگه که الکافی هو من اجل کتب الشیعه. کافی از بزرگترین کتابهای شیعه هست، عظیمترین کتابهای شیعه و اکثرها فایدتن، که پربارتر هست و فواید بیشتری در این کتاب هست. شهید اول که محمد ابن مکی هست در اجازه خودش به ابن خازم میگه کتاب الکافی فی الحدیث الذي لم يعمل الامامیه مثله. امامیه، شیعیان 12 امامی تا حالا مثل این کتاب ننوشتند. یعنی واقعا کتابی هست که مثل این وجود نداره. و همچنین محقق علی ابن عبدالعلی کرکی میگوید الذی لم یعمل مثله. مثل این کتاب تعلیف نشده، چون کتابی رو ما نداریم. وقد جمع هذا الكتاب من الاحاديث الشرعيه والاسرار الدينيه ما لا يوجد في غيره. روایاتی که در اینجا هست در جاهای دیگر نیست. فیض کاشانی میگه الکافی اشرفها و اوثقها و اتمها و اجمعها. در میان کتاب هایی که ذکر میکند و معرفی میکند میگه کتاب اصول کافی، یا کافی که کل شامل تمام بخشاش میشوند، شریفترینش و موثقترینش، کاملترینش و پرمحتواترین و جامعترینش این کتاب است. به چه دلیل؟ لاشتماله علی الاصول من بینها و خلوه من الفضول و شینها. زیرا که اصول در خود جمع کرده و موارد بی ربط و اضافی رو در این کتاب ذکر نکرده. همچنین شیخ علی ابن محمد که معروف به شهید ثانی میگه که الکتاب الکافی والمنهل العذب الصافی والعمری لم ینسج ناسج علی منواله. کسی نتونسته که بر نقش قدمشون بره یا مثل ایشون کاری رو انجام بده. و منه یعلم قدر منزلته و جلالت حاله. منزلت این کتاب از این مشخص میشه که تا حالا کسی نتونسته مثل این کتاب رو بنویسه. مجلسی میگه کتاب الکافی اضبط الاصول و اجمعها. صحیح ترین، دقیق ترین اصول ما هست و جامع ترینشون هست. و احسن مؤلفات الفرقه الناجیه و اعظمها. زیباترین تالیفات فرقه ناجیه یعنی شیعیان اثنا عشری و بزرگترینشون. مولا محمد امین استرابادی در فواید مدنیش میگه و قد سمعنا من عن مشایخنا و علمائنا انه لم يصنف في الاسلام کتاب یوازیه او یدانیه.
میگه در اسلام ما شنیدیم از بزرگان و مشایخ خودمان که در اسلام کتابی در سطح این یا نزدیک به این کتاب یوازی که مشابه با این باشه در یک مرحله و یک سطحی باشه با کتاب اصول کافی او یدانیه یا اینکه قریب به این باشه. کتاب دیگر خیلی فاصله دارند از این کتاب. میگه در اسلام ما شنیدیم از اساتید خودمون که چنین کتابی و چنین که مثل اصول کافی باشه وجود نداره. این خلاصه‌ای هست از جایگاه خود اصول کافی و مؤلفش که محمد ابن یعقوب کلینی هست. همان گونه که من عرض کردم برترین مسئله رو در مذهب شیعیان 12 امامی که مسئله امامت هست، برترین امامشون که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست، از گفتار برترین عالمشون که آقای محمد ابن یعقوب کلینی هست بنابر شهادت علمایشون، و از برترین کتابشون که به اتفاق کتاب اصول کافی هست. ما این مسئله رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد و تا اینکه با هم با بینندگان عزیز ببینیم که برترینشون، موثق‌ترینشون و دقیق‌ترین کتابشون در واقع چی اندازه سست هست و بی پایه و بی اساس هست، چه برسه به کتاب‌های دیگری که بعد از اصول کافی و یا معاصرین تالیف کردند یا کسانی که در جایگاه کلینی نبودن تالیف کردند. و این دلیلی بر این است اگر اصلی ترینشون، قوی ترین و موثق ترین و برترین عالم و کتابشون این باشند، اسلام که هیچی، فعل التشیع السلام. جزاکم الله خیر. البته جناب استاد من یک چند روایت دیگری هم به زبان فارسی است اگر اجازه بدید نشون بدم خدمت بینندگان. این اصول کافی نه تنها این همه خزعبلات و خرافات و دروغ‌ها رو در خودش داشته، بلکه به عنوان دارو هم ازش استفاده می شده در مذهب شیعه. به امراض گوناگون شفا بوده. از جمله در این کتاب ترجمه متن کامل اصول کافی در پیشگفتار مترجم در اینجا یک مطلبی هست که در این قسمت تجلیل علما از این کتاب فراوان است. جناب محدث زاده فرزند مرحوم شیخ عباس قمی میفرمود هر وقت چشمهای پدرم درد میکرد کتاب کافی را میبوسید و بر دیدگانش میکشید تا درد آن بهبود یابد. ما پیشنهاد میکنیم که دیگه این چشم پزشکی ها رو تعطیل بکنن. بله. و همچنین مطلبی که معروف هست و شاید بارها بینندگان شنیده باشن که من از ترجمه فارسی اصول کافی نشون بدم که بعضی از علمای برجسته شیعه مانند مجلسی اول و سید نعمت الله جزایری فرمودند کتاب کافی به نظر مبارک حضرت صاحب الامر رسیده و مورد تحسین آن حضرت قرار گرفته است و فرمودند الکافی کاف لشیعتنا، کافی برای شیعیان ما کفایت می کند. ریحانت الادب جلد 5 صفحه 81. یک نکته اگر شاید الان امثال آیت الله خزینی و غیره اومدن، ما کلیپاشون هم داریم که انکار کردن این روایت رو، میگن نه این دروغه، کسی اون نگفته. منتها شما من یادم است در یکی از جلسات فرمودید که کلینی در زمان سفرای امام زمان زندگی میکرده. آیا فکر نمی کنید که سکوت امام زمان در اون زمان و سفرای امام زمان در نوشتن این کتابی که حالا طبق ادعای خودشان 2/3 دروغ است و جعل است و احادیث ضعیف هست، خودش خیانتی نیست بر اسلام و مسلمین که امام زمانشون، حالا اون امام زمان خائنی که اونا بهش اعتقاد دارن، نه مهدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اومدنش بشارت داده، خود سکوت امام زمان خیانت نیست؟ برای یعنی وقتی که با اساس و اصول مذهب تشیع ما نگاه میکنیم که احادیث باید از طریق موثقی به ما برسند، از دست امام معصوم به ما برسند و اساساً وظیفه امام معصوم این است که دین رو برای مردم ابلاغ بکنه. اولین وظیفه و اساسی ترین وظیفهش هم عقلاً و هم نقلاً این است که دین را و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را و مفاهیم قرآنی و حدیثی رو برای امتیان خودش و برای کسانی که معتقد به امامتش هستند برساند. نه تنها این که امام زمان در واقع خودش وقتی که کاری رو انجام نداده امامتش باطل شده، در واقع اگر واقعا کاری رو باید برای دین میکردن، احادیث رو جمع آوری میکردن، چرا کلینی اومده در زمان امام معصومشون، در زمان غیبت صغرا روایاتی رو نقل میکند با چندین فرد و با چندین یک سلسله سند طولانی تا اینکه میرسد به امام جعفر یا امام باقر یا ائمه دیگر، اما خود امام زمان که حی و حاضر هست، موجود هست و افرادی هستند که باش در ارتباط هستند و رابط هستند، نایبش هستند و از خود
امام زمان هیچ چیزی رو نقل نکرده، از نایبانش چیزی رو نقل نکرده. امام زمان حداقل میباید یک کتابی رو خودش تالیف میکرد، احادیث رو جمع آوری میکرد، میداد دست یکی از این سفرا که این کتاب ببرید تا زمانی که من غایب هستم شما از این کتاب استفاده بکنید. امام در واقع به وظیفهش انجام نداده و این نقطه رو میرساند که شیعه خودش هم معتقد بوده که امامی وجود نداره. اگر امامی وجود داشت، اگر منصب امامت میرسید به آقای محمد ابن حسن عسکری که اصلا وجودی نداشت، معتقد بودن شیعه که امام معصوم وجود داره، در زمان امام معصوم چه جایگاهی هست برای کسی دیگر که بیاید نیابتا از امام معصوم در واقع کتاب تالیف بکنند؟ به اتفاق شیعه آقای کلینی جز نواب اربعه نبوده، پس بنابراین نیابتی رو هم نداشته. نه نیابتی رو داشته. اگر وقتی که برخی از علما گفتند اما نیابت نداشته این کتاب بردن خدمت امام، اینم رد میکنن. پس بنابراین کاملا این اقدام یک اقدام خودسرانه هست و مورد تایید امام زمانشون نیست و همون گونه که شما اشاره کردید در واقع یک نوع جسارت و اهانت به جایگاه امام هست که کسی دیگری بیاید و این امامت رو از امام بگیرد، به جای اینکه امام برای مردم حدیث بیان بکند، احکام رو بیان بکند، آقای کلینی اومده و این کار رو انجام بده. البته اگر اجازه بدید یک کلیپی هست از یکی از علمای شیعه که در شبکه ضلالت در مورد کافی و این همین موضوعی که بهش اشاره کردید نواب امام زمان صحبت میکنه. اگه موافق باشید اینو با هم ببینیم. دوستان اگر که بتونن صدا و تصویر این کلیپ رو پخش بکنن. بله. نکته قابل اهمیت دیگر اینه که حضرت کلینی در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام میزیستند و اون دوران همزمان بوده با زیستن نواب اربعه و سفرای امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا. نواب خاص امام زمان علیه السلام بدون تردید پیوسته با وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام ارتباط داشتند و حضرت کلینی چون در بغداد میزیستند و قبر شریفشون هم در بغداده و نواب اربعه هم در بغداد بودند و اطراف بغداد، اینا همزمان بودند و همزیست بودند و حضرت کلینی اونها را درک کرده بودند و حضرت علامه مجلسی در شرح مرآت العقول که بر کافی نگاشته اند میفرمایند که این که حضرت کلینی گاهی میگویند فی حدیث غیره یا میفرمایند قال العالم، احتمال داره که این حدیثی باشه که به وسیله یکی از نواب اربعه به وسیله آقای کلینی به سمع آقای کلینی رسیده باشه و این احادیث از وجود انور امام زمان علیه السلام باشه. نکته بله من تشکر میکنم از شما. احتمال داره که امام زمان اینو گفته باشه. دین و اعتقاد رو، دیانت رو با یک احتمال میشه ثابت کرد. اونم مسئله امامت رو، اونم صحیح ترین کتابشون احتمال داره که وقتی که این افراد مجهولی که ذکر میکنه شاید امام زمان باشه. قطعا خود مجلسی، خود کلینی امام زمان رو ندیده، هیچ دلیلی برای این که روایت کرده باشه نیست و هیچ دلیلی وجود نداره که ایشون نایب امام زمان باشن یا امر شده باشند از جانب امام زمان که این کتاب رو تالیف بکنند و همچنین روایاتی که با سند آورده باشه از امام دوازدهمشون که یک سند فرض بکنیم که یکی از نواب اربعه باشه و مستقیما از امام نقل بکنه، در کتاب اصول کافی چون این چیزی وجود ندارد. بله. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و مطالب زیبایی که در مورد کتاب اصول کافی، یکی از صحیح ترین کتب شیعه بعد از قرآن کریم، البته اگر به قرآن اعتقاد داشته باشن، چون همین کتاب کافی در باب فضائل قرآن، توجه بکنید، باب فضائل قرآن روایت داره که قرآن اصلی در نزد امام زمان هست و 17,000 آیت هست و این قرآنی که ما فعلا در دست داریم و مسلمان ها به این عمل میکنن و میخونن و حفظ میکنن، این قرآن تحریف شده است. با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود با برنامه حجت بی حجت. با ما همراه باشید.
بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه این هفته چون وارد یکی از مهمترین بحث هایی خواهیم شد که البته وارد این بحث شدیم در هفته گذشته به شکل مختصر، قضیه النص و الاشاره هست به امیر مومنین و بقیه امامان شیعه که یکی از به اصطلاح ابواب خیلی مهم در کتاب اصول کافی و کتاب اصول کافی هم که خواستیم یک مختصری در موردش جناب مولانا صحبت کردن که یکی از مهمترین صحیح ترین کتاب های شیعیان هست بعد از قرآن کریم و علمای شیعه احترام ویژه‌ای به این کتاب دارن. گرچه عرف و حدیث در مورد این کتاب زیاد گفته شده، تناقضات در این مذهب همونطوری که میدونید خیلی زیاد است. عده میان این کتاب رو کلا تایید میکنن، عده میان کلا رد میکنن، عده اومدن گفتن نه 2/3 احادیث دروغ و باطل است و 1/3 احادیث صحیح هست. یکی دیگه میاد میگه که اگر شما یک روایت رو هم از اصول کافی رد بکنید کافر و نجس هستید، که انشاءالله اگر فرصت شد در طول برنامه من کلیپ این آقا رو هم پخش خواهم کرد. میایم رو قضیه احادیثی که در این کتاب وجود داره. جناب مولانا، ما در علم حدیث اهل سنت علما اومدن کتاب صحیح بخاری داریم، صحیح مسلم داریم، با وجود حرف هایی که در مورد شاید تعداد انگشت شماری از احادیث این کتاب ها باشه، اما در کل این کتاب ها رو بخاری و مسلم رو صحیح ترین کتاب ها میدونن در بین کتب حدیث. بقیه کتاب ها رو اومدن تصحیح کردن، تضعیف کردن، کتاب‌هایی در این مورد نوشتن، یک علمی، یک نظامی، یک میزانی رو درست کردن که هر انسان عادی میتونه با مراجعه به این نظامی که یا به این روشی که علمای حدیث تعیین کردن یک حدیث رو بندازه در این میزان و براش واضح بشه که این حدیث در چه جایگاهی واقع است. وضعیت احادیث کتاب کافی همون گونه که شما اشاره فرمودید، واقعا اهل سنت و الجماعت احادیث صحیح و ضعیف رو و احادیث اساساً جعلی و ساختگی رو، موضوعات رو در کتاب‌های مستقلی کاملا مشخص کردند و قابل تشخیص است، خصوصا با علم جرح و تعدیلی که وجود داره، علم روایت و قوانینی که در این زمینه هست، واقعا قابل تشخیص هست و برای کسانی که اندک آشنایی رو داشته باشند میتوانند احادیث صحیح رو از غیر صحیح کاملا تشخیص بدن. عرض بکنم که خوشبختانه یا متاسفانه علمای شیعه هم این کار رو کردند، اومدند کپی برداری کردند از مطالب اهل سنت و الجماعت با اندکی تغییر و قرنها بعد از اهل سنت و الجماعت و این میزان رو برای خودشون قرار دادن. مثلا روایت حدیث رو تقسیم کردن، حدیث صحیح و حدیث موثق یا قوی یا ضعیف و این اقسام، و میخواند بگویند و عملا هم دارند اعلام میکنند که ما هم مانند اهل سنت و الجماعت احادیث صحیح داریم، احادیث ضعیف برای ما مورد اعتماد نیست. ما هر روایتی که از طریق یک راوی امامی اثناعشری و عادل نقل شده باشه ما بر این عمل میکنیم، این روایت صحیح است، بقیه روایت صحیح نیست. عملا این رو میگویند، اما آن چیزی رو که نتیجه جرح و تعدیل هست، نتیجه علم روایت هست، اما میبینیم که در این زمینه عمل نمی کنند. اگر واقعا یک روایتی صحیح نیست، پس به این معنی هست که قابل عمل هم نیست.
فقط روایات صحیح رو میشود مستند قرار داد. گرچه این یک چالش دیگر هست در مذهب شیعه که بنابر تعریفی که انجام دادند از روایت و حدیث صحیح، حتی یک روایت صحیح رو نمیتوانند ارائه بکنند، با اینکه در این شبکه‌های دیگر، شبکه‌های عربی اهل سنت و الجماعت، سالیان متوالی و درازی هست که اعلام کردند که اهل تشیع فقط یک روایت و یک حدیثی که بنابر معیارهای دقیق خود اهل تشیع صحیح باشد بیاورند معرفی بکنند برای ما. تا کنون که چندین سال گذشته متاسفانه کسی این جرأت رو نکرده که حتی یک حدیث صحیح رو اونم تطبیق بدن، تعریف رو بر اون روایت صحیح، چون این روایتی رو کسی برای ما معرفی نکرده که تمام راویانش شیعه اثنا عشری باشند و در کتب رجالی شیعه نص بر عدالت اونها شده باشه. این تعریف حدیث صحیح هست. بیارند برای ما یک روایتی رو از اصول کافی یا هر کتاب دیگر، راویانش را یک به یک معرفی بکنند و قول و نظر علمای جرح و تعدیل رو دربارش بیارند که فلانی عادل هست، فلانی عادل هست، فلانی عادل هست، فلانی عادل هست، شیعه اثنا عشری هستند، به این دلیل این حدیث می شود حدیث صحیح. ما منتظر چنین در واقع عملی هستیم از علمای شیعه که اقدام بکنند و چنین حدیثی رو برای ما معرفی بکنند. چرا این کارو نمی‌کنن جناب ما؟ عملا نیست. این علم جرح و تعدیل رو و این اساس و قوانینی رو که علما و نقادان حدیث اهل سنت و الجماعت اینو آوردند و عملیش کردند، شیعه اومدن به خاطر اینکه طعنه زدند اونها رو اهل سنت و الجماعت. شما که سند نداری، شما که روایت نداری، شما علم رجال نداری، علم روایه و درایه حتی ندارید، بدین خاطر اومدن همون مطالب رو کپی برداشتند. بنابر اعتراف خودشون اولین بار در قرن هفتم و هشتم اومدن این عمل رو انجام دادن، اما وقتی که میخواستن اینو تطبیق بدن عملا میبینیم چیزی عایدشون نمیشه. و همین مصیبت رو ما میبینیم در کتاب اصول کافی و کتاب مرآت العقول. آقای مجلسی اومده تمام روایات کتاب اصول کافی رو بررسی سندی کرده، بنابر همون معیارهایی که خودشون قبول دارند، چشم بسته هر چیزی رو خودشون قبول دارن، ولی اینکه دقیق نیست، حتی بنابر همون معیارهاشون اومده این کتاب رو بررسی سندی کرده. اما 2/3 این کتاب اصول کافی رو از حجت و از اعتبار ساقط کرده، به این خاطر که 2/3 این کتاب، یعنی از حدود 16,000 از این روایات فقط 5,000 حدیث رو گفته که اینها روایات صحیح هستند، بقیه صحیح نیستن. این صحیح گفتنش خودش هم جای سوال دارد. فقط گفته صحیح هست، نیومده عدالت روات را ثابت بکنه و به این نتیجه برسد که این چون که راویانش صحیح هستند پس بنابراین روایت صحیحه. اگر واقعا شیعه همانند متقدمین خودشون ایمانی ندارند به روایات صحیح و ضعیف و موثق و غیر موثق، همه نزد اونها صحیح هست، خب این اعلام بکنند که تمام روایاتی که نسبت داده شده به ائمه ما صحیح هست، شما کاری با ما نداشته باشید. خب ما بحث صحت و سقم رو معرفی و مطرح نمی کنیم. اما اگر واقعا قبول دارند و تبلیغ می کنند که ما روایات صحیحی داریم، روایات ضعیف رو ما قبول نداریم، جدا کردیم اونها را، غیر معتبر هست، پس بنابراین به این نتیجه‌ای که حتی خود علمای شما رسیدن باید قانع باشید و این رو بپذیرید. در این کتاب در باب اشاره و نص علی امیرالمؤمنین، همون گونه که من قبلا هم اشاره کردم، برترین باب و برترین امامشون همین حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست و این کتاب الاشاره و النص علی امیرالمؤمنین میبایست پربارترین باب اصول کافی باشه برای اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. اما این باب متاسفانه یکی از مضحک‌ترین ابواب اصول کافی هست، یکی از مضحک‌ترین کتاب‌های و ابواب این کتاب هست و واقعا مطالبی در هم آمیخته است که قابل تشخیص نیست. من این چند روایتی رو که در ابتدای این باب و تا آخر این باب چندین مرتبه اینو مطالعه کردم تا اینکه یک نتیجه‌ای رو که از کلام یک فرد عاقل میشود دریافت کرد من بهش برسم. متاسفانه بازم یعنی کل این روایت هنوز یعنی قابل جمع کردن نیست، هم از نظر محتوایش و هم از نظر خیلی اشکالاتی دارد که انشاءالله در این وقتی که می‌خواستیم بررسی بکنیم برای بینندگان عزیز کاملا واضح میشه. من این باب رو بررسی سندی نمی‌کنم، این باب را به صورت کلی بررسی سندی نمی کنم، زیرا به اعتراف علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد سوم این کتاب و صفحه 265 این باب اصلا روایت صحیحی ندارد. اعتراف کرده که واقعا جالب هست این مطلب. بزرگترین عالم شیعه
در بزرگترین و موثقترین کتابشون در مورد قویترین و برترین امامشون حتی یک روایت صحیح ذکر نکرده. این واقعا جای تعجب هست که چرا کلینی نیومده در این کتاب حتی یک روایت صحیح رو ذکر بکنه برای مردم. این از چند صورت خالی نیست. اولا این که در این زمینه حدیث صحیحی وجود ندارد. این گزینه اول هست. درست. چون که حدیث صحیح وجود ندارد، آقای کلینی نتوانسته که حدیث صحیح رو پیدا بکند و در این باب درج بکند تا اینکه شیعیان امروز از این حیرت در واقع نجات پیدا بکنند. مطلب دوم و گزینه دوم و احتمال دومی که می رود این است که آقای کلینی حدیث صحیح و ضعیف را از همدیگر تشخیص نمیداده. غیر از این دو گزینه چیزی دیگر به ذهن من نمی رسد. برترین امامشون باشه، برترین مسئله در مذهب باشه، کلینی برترین عالمشون باشه و کتاب کافی برترین کتابشون باشه، این همه برترین اومده، یک روایت صحیح در این باب ذکر نکرده. پس بنابراین یا در این باب روایت صحیح به صورت کلی وجود نداره، در باب امامت و اشاره و نصب بر امیرالمومنین به صورت کلی حدیث صحیحی نیست، یا این که آقای کلینی آشنایی با روایات صحیح و ضعیف نداشته، قابل تشخیص نبوده. هست منتها آقای کلینی نمیتونسته تشخیص بده، بدین خاطر این روایات مجهول و ضعیف رو جمع آوری کرده و به خورد مردم داده. اما میپردازیم به نظر آقای علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول در این مورد چی گفته. این چیزی که من بیان کردم نقل قول هست، ببینیم خودش مستقیما در این کتاب چه مطالبی رو در اینجا بیان کردیم. در این باب من اینو عرض بکنم 9 تا روایت آورده، 9 تا روایت آورده در باب اشاره و نص علی امیرالمومنین که از این 9 تا روایت 4 روایتش مجهول هستند و 3 روایتش ضعیف هستند و 2 روایتش رو گفته موثق. من حدیث موثق رو هم خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله توضیح خواهم داد. خب دوستان اگر این دوربین رو فعال بکنن، در جلد سوم کتاب مرآت العقول، کتاب مرآت العقول هست، دوستان اینو دیدن بارها، و جلد سوم این کتاب هست، جلد سوم این کتاب باب الاشاره و النص علی امیرالمومنین در سرصفحه نوشته و صفحه 265 و در اینجا باب الاشاره و النص علی امیرالمومنین 9 تا روایت وجود داره. با هم ببینیم که چند تا از این روایات صحیح هست یا چند تا دیگر معتبر هست یا غیر معتبر. روایت اول رو از سامن در اینجا گفته که ظاهرا در برخی از کتاب‌ها این باب افتاده بوده و این روایات این باب دوم را با همون شماره قبلی ذکر کردن. 2 تا شماره زده، شماره 1 و شماره 8. یعنی وقتی شماره 8 روایت قبلی، باب قبلی 7 تا روایت داره و این میشه از شماره 8م و اگر جداگانه حساب بکنیم شماره 1 میشه. اما آقای مجلسی همون شماره مسلسل باب قبلی رو هم در اینجا ذکر میکنه. میگه الحدیث الثامن مجهول، حدیث 8م مجهول هست. مجهول یعنی ناشناخته است. افرادی که این روایت رو ذکر کردند افراد شناخته شده و معتبری در مذهب شیعه نیستند. خب روایت بعدی که روایت دوم هست و روایت نهم می شود از اون تسلسل باب قبلی، الحدیث التاسع مجهول، این حدیث هم مجهول هست و ناشناخته هست. حدیث دهم الحدیث العاشر ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور این روایت هم روایت در واقع ضعیفی هست. و روایت 11 این باب الحدیث الحادی عشر مجهول، این روایت هم روایت مجهولی هست. و روایت 12 این باب که می شود روایت 5 در واقع حسن موثق، حسن و موثق. این خودش جای تأمل داره که چگونه می شود حسن و موثق یک جا جمع بشن که اینو توضیح خواهم داد. روایت 13 موثق هست، روایت 14 مجهول هست، روایت 15 که روایت 8 این باب باشد ضعیف هست و روایت 16 که روایت 9 هست ضعیف، این هم ضعیف هست و این هم که آخر باب هست، باب دوم در اینجا شروع می شود. الان از میان 9 تا روایتی که در اینجا وجود داره در کتاب اصول کافی، بینندگان همه دیدند که روایت اول و روایت دوم، روایت 4 و روایت 7 این 4 روایت مجهولند.
اصلا معلوم نیست اینا رو کی نقل کرده، کسی که نقل کرده کی هست، وجود خارجی داشته نداشته، ثقه هست، عادل نیست، امامی هست، غیر امامی هست، مسلمان بوده، کافر بوده، وجود خارجی داشته نداشته، به هر صورت کاملا این مجهول است. این روایت 1 و 2 و 4 و 7 هست. روایت 3 و روایت 8 و روایت 9 اینها ضعیف هستند. درست. روایتشون ضعیفه. روایت 5 رو گفته بود حسن موثق و روایت 6 رو گفته بود که موثق هست. من قبلا اینو عرض کردم که روایت صحیح در مذهب شیعه روایت مسلسلی هست، متصل السند باشد و راویش امامی باشد، نه اینکه شیعه باشد. شیعه بودن یک بحث جداگانه هست که تمام گروه های شیعه رو در بر میگیرد. شیعه امامی اثناعشری باشد و شرط دیگرش این است که عادل باشد. یعنی حتما در کتاب های رجالی وقتی که بحث میشه در مورد رجال، در موردش تصریح شده باشد که فلانی عادل هست. اگر در یک سندی تمام افرادش، تمام راویانش که در این اتصال هم وجود داشته باشد، همهشون شیعه امامی اثناعشری باشند و همهشون عادل باشند، این حدیث میشه گفت حدیث صحیح است. همین مطلب رو قبلا شما اشاره فرموده بودید، من این کتابش هم اسکن دارم اینجا، دوستان اگر نشون بدن، الرعایه فی علم الدرایه از شهید ثانی زین الدین ابن علی ابن احمد الجبعی العامری. این در این کتابش، این در ایران هم چاپ شد، این شناسنامه کتاب، در اینجا در این قسمت احادیث اصول در اینجا میگه که هو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله في جميع الطبقات. این که به اصطلاح مطالب بیشتر از این که من عرض کردم اینا رو اضافه کرده، حیث تکون متعددتا و این اعتراه شذوذ، میگه گرچه شاذ باشه اما در برخی از تعریفات دیگری که برخی از علما کردن گفتن حتی شذوذ هم نداشته باشه که یک شرایط رو در واقع سخت کردن. اما با همین تعریف من عرض میکنم که یک حدیث صحیح در مذهب شیعه وجود ندارد اینو برای مردم معرفی بکنه. این میشد از حدیث صحیح. درجه دومش که در اینجا گفته حسن باشه، یعنی این که یک شیعه باشه و شیعه امامی باشه. شیعه باشد راویش و امامی باشد و سند هم متصل باشد، همون شرایطی که حدیث صحیح دارد. منتها نصی بر عدالت این راوی نیست، نصی بر عدالت راوی نیست. گفتند که فلانی یک شیعه ممدوحی هست، تعریفش کردند، اما نگفتند که عادله. این درجه بعدی هست که حدیث می شود حسن، و درجه بعدی که قوی هست یا همون موثق هست به حدیثی گفته می شود که سندش متصل باشه. در تمام این روایات، این اقسام حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث موثق یا قوی، این اتصال سند باید وجود داشته باشه، مرسل نباشه. روایتی که در اتصال سند در اون وجود داشته باشه تا به امام وقتی که میرسند با یک فردی باشند که در این روایت یک فردی هست که اصحاب گفتن فلانی ثقه هست، یعنی شیعه ها کسان اصحاب کتب جرح و تعدیل گفتن فلانی در واقع ثقه هست، منتها این فرد، این فلانی و این راوی یک فساد عقیده‌ای داشته، فاسد العقیده هست، فاسد المذهب هست، بدین معنی که از فرقه های مخالف شیعیان اثناعشری باشه. درست. شیعیان مخالف اثناعشری باشه. خب اینو ببینیم. من قبلا اینو عرض کردم در اینجا که آقای مجلسی در روایت 5 گفته بود که حسن موثق. حدیث حسن روایتی هست که راویش شیعه امامی اثناعشری باشه، منتها فرقش با صحیح این است که این نصی بر عدالتش نیست. اما حدیث موثق اون روایتی هست که راوی شیعه اثناعشری نیست. چگونه میشود این دوتا رو با هم جمع کرد؟ مانند اون مجهول که صحیح در باب مولد صاحب زمان که داشتیم بحث میکردیم، من یعنی تا الان برام چطور امکان داره صحیح باشه مجهول هم باشه، مجهول باشه که صحیح باشه، مرسل باشه که صحیح باشه. خب یکی از دلایل و یکی از در واقع شرایط حدیث صحیح این است که باید افراد شناخته شده باشند، توثیق شده باشند، بر فراتر از توثیق و عدالتشون باید محرز شده باشه و اتصال سند وجود داشته باشه. اما در اینجا میگه حسنون، یعنی این که راوی شیعه امامی اثناعشری هست، منتها ثقه هست اما عادل نیست، و در پشت سرش میگه که موثقون،
یعنی این که راوی شیعه اثنا عشری نبوده. نمیدونم کدوم یکی رو ما در اینجا قبول بکنیم. حالا این علامه ایلی رو در مبادی اصول در کتاب المبادی الوصول الی علم الاصول، همینو اگر دوستان نشون بدن، این نکته که اشاره فرمودید، میگه که یشترط کون راوی بالغا عاقلا مسلما عدلا ضابطا. یعنی آیا این صفاتی که ایشون ذکر میکنه علامه حلی جمع میشه در یکی از رواتشیه؟ امامی بودنشون که در واقع که عادل باشند این به هیچ عنوان، یعنی خودشون هم اعتراف کردند. آقای حر عاملی در کتاب خودش وقتی که نقد میکند این نظریه اصولی ها رو، میگه کسی که با اصحاب ما بر عدالتش تصریح کرده باشند الا نادرن چون چیزی وجود نداره، بسیار نادر و کمیاب هست. یک نفر دو نفر رو میشه پیدا کرد، اما یک سند که تمام افرادش عادل باشند به صورت کلی وجود نداره. درست. پس بنابراین چنین همین مطلبی که اشاره فرمودید دوستان اگر نشون بدن، این تفسیر وسایل شیعه هست از حر عاملی در صفحه در صفحه 480. این مطلب خیلی جالب است، باید بینندگان بفرمایید استاد. این قسمت میگه بس بل یستلزم ضعف الاحادیث کلها. میگه اگر این روشی که شما شروع کردید احادیث صحیح و ضعیف میکنید، تقسیم میکنید به حدیث صحیح و حسن و موثق و نمیدونم ضعیف، اگر این روش رو شما در پیش بگیرید، بل یستلزم ضعف الاحادیث کلها عند التحقیق، وقتی بخوایم تحقیق بکنیم تمام روایات شیعه میشوند روایات ضعیف، زیرا به این دلیل که روایت صحیح نزد آنها، نزد اصولی هایی که اومدن روایت رو تقسیم کردن به صحیح و ضعیف، تعریف حدیث صحیح نزد اونها این است که ما رواه العدل الامامی الضابط، راوی باید عادل باشه، امامی باشه، ضابط باشه در تمام طبقات، یعنی در تمام نسل‌ها و این راویانی که وجود داره. ولم ینص علی عدالت احد من الروات الا نادرا، و تصریح نکردن، بیان نکردن که کدوم راوی عادل هست و کدوم عادل نیست، الا نادرا، مگر بسیار نادر هست، افراد اندکی هستند و در یک سند اینها جمع نشدن. پس بنابراین به این معنی هست که تمام روایات شیعه روایات ضعیفی هست و نمیتوانند به مرحله صحیح برسند. یعنی وجود مذهب شیعه بستگی به این داره که تصحیح و تضعیف نباشه، و اگر که بخوان تصحیح و تضعیف بکنن دیگه باید این مذهب رو انداخت به زباله‌دان تاریخ. قطعا هیچ گونه روایت صحیحی رو نمیتونند پیدا بکنن، در نتیجه مذهب دیگه از بین خواهد رفت و به اینجا رسیده که حتی در باب نص و اشاره بر امیرالمؤمنین آقای کلینی با 20 سال زحمت و تلاش مستمری که داشته نتوانسته حتی یک حدیث صحیح رو بنابر مثلا تعابیر خودش انتخاب بکنه. آقای کلینی اومده در بقیه ابواب یعنی ده ها و هزاران حدیث رو گفته که صحیح هستند، اما در این باب حتی یک حدیثی رو نگفته که صحیح باشه. پس بنابراین همون گونه که من قبلا عرض کردم، از دو گزینه بیشتر در اینجا نمی شود از نظر عقلی اینجا ثابت کرد. اول این که اصلا حدیث صحیحی در این مورد در باب اثبات امامت سیدنا علی وجود ندارد. دوما اگر وجود دارد حتما آقای کلینی آشنایی با احادیث صحیح و ضعیف نداشته، این روایات ضعیف و مجهول رو به قول خودش موثق رو آورده و به خورد مردم داده و اینها رو به عنوان برترین احادیث در این باب خودش اینها رو ذکر کرده. بله، جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، اگر که شما گیج شدین ما از شما معذرت می‌خوایم. این واقعیتی است که باید گفت در این مذهب وجود داره و حقیقتی است که باید برادران و خواهران عزیز شیعه ما که سالها فریب این آخوندها رو خوردن که امامت و خمس و عصمت و هزاران خزعبلات دیگر رو به خوردشون دادن و دلیل آوردن از این کتاب ها. این وضعیت این کتاب هاست که یک روایت صحیح در باب اشاره و نص بر امیر مومنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه وجود نداره که به قول جناب مولانا بزرگترین امام علی ابن ابی طالب است، بزرگترین رکن این مذهب رکن امامت هست و بزرگترین کتاب، بهترین کتاب، کتاب اصول کافی و بهترین شخصیت این مذهب هم آقای کلینی که این وضعیتش باشه. بقیه رو دیگه شما خودتون تا آخر بسنجید که چی است. با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بررسی موضوع این هفته ما که در مورد باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب کافی از محمد ابن یعقوب کلینی می باشد. با ما همراه باشید. الیس الله بکاف عبده
أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. برنامه حجت بی حجت از شبکه جهانی وصال حق و موضوع برنامه ما باب نص و الاشاره الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و همونطوری که دیدید در این باب یک روایت صحیح هم وجود نداره. البته اینو وهابیا پول ندادن که در کتاب مرآت العقول علامه مجلسی این مطالب رو بنویسه. خودشون به رضایت خاطر خودشون این کتابا رو نوشتن. حالا اگر مشکل پنهانی دیگری داشتن ما از اون اطلاع نداریم، اما بهترین کتابی که اومده این احادیث رو تصحیح و تضعیف کرده بنابر هر قواعدی که خودشون داشتن کتاب مرآت العقول علامه مجلسی است که در شرح اصول کافی نوشته و اومده همه این احادیث این باب رو در به داغون کرده، چیزی سالم نگذاشته. جناب استاد، این وضعیت راویان و تصحیح و تضعیف حدیث، ببینیم که جناب آقای کلینی 20 سال زحمت کشیدن، ریاضت کشیدن و چند تا حدیث جمع کردن در مورد امیر مومنین. متن این حدیث چه دستگلی به آب داده؟ حالا از سندش که بگذاریم. در مورد متن این روایات و مطالبی که در این روایات ذکر شده، یعنی من این نکته رو باید عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که این دلیل بر جهل مرکب آقای کلینی هست. این باب دلیلی بر جهل خود راویان شیعه و اساساً در مرحله اول آقای کلینی و در مرحله دوم راویان شیعه، کسانی که در این سندها وجود دارند. در مرحله سوم اگر اینم عرض میکنم اگر این مطالب را امام شیعه گفتند اونم حکمش همین حکم راویان و حکم آقای کلینی هست. اما من مطمئن هستم که امام اونم که غیر معصوم از دیدگاه ما به هیچ عنوان چنین مطالب بی ربطی رو و مزخرفاتی رو در اینجا به هیچ عنوان نگفته. من این ایمان و یقینم هست، 100% من اعتماد دارم که این روایات و این مطالبی که ذکر شده از امام جعفر صادق و بقیه ائمه شیعه به هیچ عنوان نیست. پس بنابراین اگر اصرار میکنند که این واقعا مال امام هست، امام هم زیر سوال میره. اما در مرحله اول خود آقای محمد ابن یعقوب کلینی برترین امامشون در این برترین کتاب واقعا روایاتی رو در اینجا ذکر کرده که نمیدونم، من این مطالب رو بیان میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، اهمی از شیعه و سنی. شما در آخر آقای کلینی رو نمره بدید که آقای کلینی نمرش چند میشه، که این انشایی که نوشته انشای خوب هست، مناسبی هست، خصوصا اون عزیزانی که معلم هستند و در واقع
میدونند که نمره بدن. من احیانا کسانی که معلم هستند و استاد حوزه و دانشگاه هستند و شاگردانی رو دارن، احیانا شما قطعا به این مورد برخوردید که یک دانشجویی یا یک طلبه‌ای یا دانش آموزی در برگه سوال چنان مخلوط و درآمیخته این جواب را نوشته که چند بار شما میخواهید این جواب را بخونید اما چیزی رو متوجه نمیشید. از یک طرف دلتون میسوزه برای اون بنده خدا دانشجو یا دانش آموز، میخواهید که نمره بگیره، از یک طرف هر چی میتوانید و هر چی سعی میکنید که این مطلب رو بفهمید که چی نوشته قابل فهم نیست، از بس که اینو درآمیخته و در واقع بدون مقدمه و در واقع بدون ترتیب نوشته. این باب و روایاتش در واقع این گونه هستن. مطلب دیگری که من میخوام به اون اشاره بکنم که آقای کلینی واقعا این باب رو ترجمه الباب و عنوانش رو اشتباه گذاشتن که باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین. اگر این باب را میگذاشت که باب و اثبات تحریف القرآن و جهل به، واقعا یک عنوان دقیقی بود. باب و اثبات تحریف القرآن و الجهل به، یک عنوان کاملا دقیقی بر محتوای این باب قرار میگیره. من اول میخواستم که کل هر روایتی رو جداگانه بررسی بکنم و مطالبی که در این روایت اومده خدمت بینندگان عزیز در واقع عرض بکنم، اما به این نتیجه رسیدم نهایتا که این مطالب رو طبقه بندی بکنم و موضوعی داشته باشه که جداگانه هر مطلبی رو ذکر بکنم. بیشترین مطالبی که در این روایت اومده، یعنی در 7-8 مورد بحث تحریف قرآن هست، نه بحث امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم. گرچه در باب تحریف قرآن شیعه کم نگذاشتن، شیعه در این باب خود آقای کلینی و مجلسی در این زمینه کم نگذاشتن. در باب فضائل قرآن همون روایت 17,000 آیه قرآن کریم و همچنین که در همین باب فیه نکت و نطف من التنزیل و الولایه که خیلی از روایات رو تحریف کردن، 92 تا روایت دارد که اغلبشون در واقع گویای تحریف هست. و همچنین این بابی که خدمت بینندگان عزیز ما اینو بررسی میکنیم. یک نقطه واقعا جناب استاد انصاری برای من جای تأمل هست. دشمنان اسلام واقعا زیرکانه کار کردن. عبدالله ابن سبع یهودی و یهودی زاده هایی یا پیروان در واقع خطابیه‌ای که بودند، یا فرقه های شیعه‌ای که در طول تاریخ بودند و تظاهر به تشیع می‌کردند، تظاهر به محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌کردند، واقعا زیرکانه کار کردند. با محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن اصل اسلام را زدند. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، محبتشون را یا به تعبیر امامتشون را گره زدند با مسئله قرآن کریم. گره خورده این دوتا با هم دیگر، به هیچ عنوان قابل تفکیک نیست. اثبات امامت با تعبیر شیعه و قرائت شیعه برای ائمه اثنا عشر مساوی هست با نابود کردن قرآن کریم. شیعه دو گزینه بیشتر ندارد، یا امامت ائمه اثنا عشر را قبول بکند یا قرآن کریم را قبول بکند. قرآن را کی به ما رسونده؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهل بیت و صحابه را هم میخواند بزنند و قرآن رو هم میخواهند که در واقع بزنند. الان این چگونه هست؟ این مطلب رو من خدمت شما بیشتر انشاءالله باز خواهم کرد که به چگونه امامت رو آوردند، گره زدند با مسئله تحریف قرآن، که شیعه هایی که واقعا در خون و پوستشون وجود دارد از دوران کودکی بهشون گفتند که ائمه 12 تا هستند، در قرآن اومده، در احادیث رسول الله اومده. منتها یک گروهی اومدند به عنوان اصحاب پیامبر، انسانهای منافقی بودند، از اسلام مرتد شدند. اینها اومدند فضائل در واقع ائمه رو از کتاب از قرآن کریم برداشتند و نهایتا این گونه هست که شیعه امروز حاضر هست که روایات تحریف رو قبول بکنند اما امامت ائمه رو از دست ندهد. و واقعیت این است همون گونه که علامه مجلسی خودش هم اقرار و اعتراف کرده که اثبات یعنی نپذیرفتن احادیث و نپذیرفتن تحریف قرآن به معنی نپذیرفتن امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است.
خب این مطلب انشاءالله بیشتر من خدمت بینندگان توضیح خواهم داد. در روایت اول من خود روایت رو نمیخونم، فقط محل شاهد را و جاهایی که گفته قرآن تحریف شده. بحث تحریف قرآن نیست، بحث هم تحریف قرآن و هم جهل به قرآن هست. روایاتی رو در اینجا آوردند که گفته فلان آیه اصلش اینجوری بوده و منتها در قرآن متاسفانه اینجوری نیست و تحریف شده. و روایاتی رو آوردند که اصلا آیه در قرآن وجود نداره به این آیه. آیاتی که در قرآن وجود نداره این آوردند اضافه کردن که در اینجا مثلا در فلان جا الله متعال چنین و چنان میفرماد، در صورتی در قرآن کریم چنین آیاتی رو ما نداریم و از این قبیل در آخر روایات و مطالب و آیات ساختگی که با هم ان شاء الله خواهیم دید. در روایت اول اگر دوستان این دوربین رو فعال بکنن، آیه رو در اینجا آورده، داستانی رو تعریف میکند و بعد از این داستان یک آیه رو در اینجا آورده و اینو معرفی میکند. اگر شما نرم افزار قرآن کریم بتونید فعال بکنید و سوره نحل آیه 92 رو تا اون وقت آماده بکنید تا دوستان عزیز هم بتونند این آیه رو ببینن. در اینجا یک آیه رو آورده ذکر میکند ولا تکونوا کالتی نخذت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. تا اینجا هیچ گونه مشکلی وجود نداره. ان تکون ائمه هی ازکا من ائمتکم. این در قرآن ما مسلمان ها چنین چیزی وجود ندارد. ما در قرآن کریم خودمون چنین چیزی رو نداریم. خب فقال، این روایت از امام ابو جعفر هست، امام ابو عبدالله هست، امام جعفر صادق. فقال ما اربا، میگه وقتی کن خوند که قال قلت جعلت فداک ائمه، در اینجا ائمه هست در این لفظ قرآن، فدات بشم این لفظ ائمه هست یا امت هست؟ گفت که قال ای والله ائمه، بله به خدا قسم این آیه اصلش همین ائمه هست. قلت فإنا نقرأ اربا، ما اینو اربا میخونیم، شما ازکا خوندید. فقال ما اربا، اربا یعنی چی؟ اربا چی هست؟ و اومع بیده فترحها، با دستش اشاره کرد که اینو دور بنداز، اینو یعنی قابل قبول نیست و این بندازش، ما اینو قبول نمی کنیم. الان در این آیه که اومده برای اثبات اشاره و نص برای اثبات امامت امیرالمومنین، در اولین روایتش این روایت رو در اینجا آورده که میگوید که ان تکون ائمه هی ازکا من ائمتکم. الان اصل قرآن در قرآن ما مسلمانان چی هست؟ اینو شما خدمت بینندگان نمایش بدید. بله عزیزان بیننده این رو نشون بدن دوستان عزیزمون. این سوره نحل هست آیه 92. این آیه رو دوستان اگر روش زوم بکنن اینجا ان تکون امه هی اربا من امه. اما در اینجا میگه که آیه قرآن ائمه هی ازکا من ائمتکم. بعد وقتی که مقایسه بکنم بین این دو تا نص، بله اینجا ائمه هی ازکا من ائمتکم. جالب اینجا است که امام قسم هم میخوره که این ائمه هست، ائمه هست. سائل و اون راوی سوال میکنه که فدا بشن این ائمه هست در قرآن، باید ائمه بخونیم، ما که این ائمه نمیخونیم. ای والله ائمه. امام گفت نه قسم به خدا این ائمه هست. قلت فإنا نقرأ اربا، مورد دیگر غیر از ائمه که امه هست در قرآن میگه این مورد دیگر ما اربا میخونیم در آیه قرآن کریم. فقال ما اربا، اربا یعنی چی؟ اربا بنداز دور، فاومع بیده فترحها، اینو در واقع دور بنداز. اما قرآنی که ما مسلمانان داریم و خوشبختانه شیعه هم این قرآن رو دارن، شیعه هایی که با کتابای خودشون آشنایی ندارند، نمیتونن کتاب اصول کافی و بقیه کتابا رو بخونن، به همین قرآن ما مسلمانان ایمان دارند. اما واقعیت این است که اگر امامت علی رو قبول بکنید و این روایاتی که برای اثبات امامت علی هست، این قرآن رو نباید قبول بکنید. یا قرآن رو قبول بکنید یا این روایاتی که در کتاب اصول کافی و بقیه کتابها اومده. و جالب اینجا هست که این روایتی هم که جعل کردند واقعا انسانهای جاهلی بودند و ناشیانه دروغ بستند به آیات قرآن. تحریف های ناشیانه هست. ببینید بحث ائمه، امامان شیعه ببخشید مرد بودند یا زن؟ مرد بودند. سوال عجیبی نه؟ اما در اینجا میگه ائمه هی ازکا من ائمتکم. ائمه جمع مکسر هست، جمع امام هست. باید برای ائمه بگم ائمه هم ازکا من ائمتکم. در اینجا گفته ائمه هی ازکا، یعنی که نمیدونم ائمه مؤنث بودن زن بودن، در اینجا هی را آوردند، آیه رو عوض کردند، اما این اندازه جاهل بودن. خب این هی رو هم میکردی دیگه تا اینکه یک نواخت میشد. هر جا که اومدن تحریف کردند یک اثری از تحریف خودشون، از دروغ خودشون و از این جهل خودشون در واقع به نمایش گذاشتن. این یک مطلب.
این مطلب اول که در همین در واقع حدیث اول هست. در روایت سومی که در اینجا هست دوستان عزیز اینو نمایش بدن. روایت دوم در یک مطلب دیگری در اینجا میارد ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وانزلنا معهم الكتاب والميزان. کل روایت رو من نخوندم که روایت رو انشاءالله در جلسه بعدی خواهیم خوند چه مطالبی در اونجا هست و چه معارف نابی متاسفانه خوشبختانه در این روایت وجود داره. من فقط روی آیات تمرکز میکنم. ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وانزلنا معهم الكتاب والميزان. در اینجا در پاورقیش هم یک مطلبی رو گفته، میگه کذا فی النسخ، کذا فی النسخ، مطلب رو نمایش بدن. کذا فی النسخ، این در نسخه های اصول کافی این گونه آمده، در نسخه های اصول کافی این گونه هست. و فی المصحف، اما در مصحف و در قرآن اومده لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا. سوره حدید آیه 25 رو شما نمایش بدید برای بینندگان عزیز. سوره حدید هست آیه 25. در اینجا که آورده به این صورت هست آیه قرآن که ولقد ارسلنا رسولا من قبلک، ادعا کرده که الله متعال میفرماد ولقد ارسلنا رسولا من قبلک و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. سوره حدید آیه 25 هست. بله، من یک لحظه این سوره رو پیدا کنم تو این مصحف. آیه چندم فرمودید جناب؟ آیه 25 در سوره حدید. اینم آیه 25. دوستان عزیز نشون بدن اینو. این نص آیه مبارکی است که لقد ارسلنا رسلا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. شما متاثر شدید از این آیه که در اینجا بود تحریف شده، شما رسولان خوندید. رسولنا ید ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. این آیه قرآن کریم هست بدون تحریف که در قرآن وجود داره و اگر شیعه هم قرآن خودشونو که در ایران هم چاپ شده نگاه بکنند این گونه هست. اما آیه تحریف شده چی هست؟ ولقد ارسلنا رسولا، ولقد ارسلنا رسولا. چه اندازه با هم دیگه در اینجا تفاوت. ولقد ارسلنا رسولا من قبلک و انزلنا معهم الكتاب. این رسولا من قبلک در قرآنی که ما داریم این وجود نداره. اینو همین راویان از جیب خودشون در آوردن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. این مورد دومی هست که در این آیه در واقع ذکر شده که چی هست. و جالب اینجا هست که در مواردی که این آیات رو ذکر می‌کند نه اینکه اشتباه چاپی شده باشه. اون مطلبی که شما در مورد کتاب همون حدیث 17000 آیه قرآن کریم نشون میداده که اینو تصحیح کردن به قول خودشون. در کتاب‌های قدیمی بوده 17000 آیه و در این چاپی که شما نشون دادید 7000 آیه بود. این عدد آوردن تغییر دادن، اما این آیاتی که اشتباه نوشتن تا حالا هم به همین گونه چاپ میشه و متاسفانه تصحیح نمی کنند و در زیرش هم می نویسن بله در تمامی نسخه های اصول کافی این گونه هست. خب اگر اصول کافی هم گفته باشه، اگر هر کسی دیگه هم گفته باشه، اگر خود امام علی هم گفته باشه، این خلاف واقع هست. قرآنی که ما مسلمانان داریم این است که امروز در دست من شما هست. این مطلب هست که من عرض کردم که یا قرآن پذیرفته بشه یا امامت ائمه اثنا عشر. خب مورد بعدی، مورد سومی که در اینجا در واقع ذکر شده، آیه دیگری رو میخونه در صفحه 294. در 294 مورد سوم هست، سوره حجر هست، آیه 88 رو اگر شما بتونید اینو پیدا بکنید. در اینجا میگه فقال الله جل ذکره، الله متعال فرمودند. فقال الله جل ذکره، الله متعال در واقع میگه که فرمودند ولا تحزن علیهم وقل سلام فسوف تعلمون. ولا تحزن علیهم وقل سلام فسوف تعلمون. این آیه هست که در اینجا ادعا کرده که الله متعال فرمود فقال الله جل ذکره، الله متعال میفرماند ولا تحزن علیهم وقل سلام فسوف تعلمون. الان ببینیم در قرآن ما مسلمانان این سوره و این آیه به چه صورت هست. ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنین. بله، واخفض جناحك للمؤمنین. در اینجا وجودی در واقع ادامه نداره. در اینجا یک آیه رو گرفته از سوره حجر گرفته و آیه دیگر آخرین آیه در واقع در سوره زخرف هست.
آخر سوره زخرف این آیه دیگر و قل سلام فسوف تعلمون که این گوی اضافه کرده، این در از آخر زخرف است، اونم جای تأمل داره. الان اومده دو تا آیه رو در یک جا ادغام کرده با هم دیگر که الله متعال میفرماید که ولا تحزن علیهم و قل سلام فسوف تعلمون. و جالب اینجا هست که اینها عمدی هست، تا حالا که کافی شاید صدها و هزاران بار چاپ شده کسی نیومده که این موارد را اصلاح بکنه، همچنان به همین گونه داره در واقع چاپ می شود. اون مطلب دیگر به معنی که اعتقاد دارن به این مسائل. قطعا من همین گفتم، یا اینو قبول بکنند یا این روایات رو در این باب قبول بکنند یا همون قرآن ما مسلمانان رو. سوره زخرف رو هم شما نشان بدید، در اونجا سوره زخرف آیه 89 که این دو تا آیه رو گرفته در اینجا جمع کرده. خب در این کسی که این روایت رو جعل کرده آیا امام بوده؟ امام ممکن هست که آیه قرآن رو اینجوری اشتباه بخواند، دو تا آیه رو بیارد در یک جا یکی آیه قرار بدهد. و جالب اینجا هست که تنها این مورد نیست، مورد دیگری در این آیه که من گفتم شما نمایش بدید، یک اشکال دیگری هم در اینجا وجود داره و یک تحریف دیگری هست که معلوم میشد این تحریف عمدی هست، نه اینکه در واقع این اشتباه کرده باشند. و در این قل سلام فسوف تعلمون، این در قرآن کریم این گونه نیست، فسوف تعلمون نیست، فسوف یعلمون هست. بله اینو دوستان نشون بدن. فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون. فسوف یعلمون این اومده به صورت مخاطب قرار داده که یعنی همون ابوبکر و عمر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، فسوف تعلمون شما اینو خواهید دونست. این مطلب سوم و چهارم در یک باب، در یک حدیث و در یک روایت. این روایت دومی هست که این همه اشکال رو از نظر یعنی در واقع آیات قرآن که اشتباه هست در این کتاب، یا هم تحریف هست و هم اشتباه هست. آیه پنجمی که در اینجا آورده ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اینو در سوره حجر هست آیه 97. بله این هم سوره حجر آیه 97. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. چگونه هست؟ نیست اینجوری؟ نیست. چی هست آیه در قرآن کریم چی؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، دنبالش این است فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. آیه قرآن این گونه است، اما واقعیت این است که این دو تا آیه هستن. از بس که جهل داشته آقای کلینی و آقای این همه راویانی که اینو نقل کردند از آیات قرآن، چندین آیه رو آوردن قاطی کردن در یک جا. این ادامه این آیه که در اینجا ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فانهم لا یکذبونک، این در واقع آیه دیگری هست. این در سوره انعام هست آیه 33. اینو شما نمایش بدید خدمت دوستان عزیز که تا به عمق تبحر آقای کلینی پی ببرند که در قرآن چه اندازه تبحر داشته. بله دوستان اینو نشون بدن. این آیه 33 سوره انعام هست. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله یجحدون. این دو تا آیه هست، اینها رو در یک جا گرفتن ادغام کردن بدون اینکه کسی متوجه بشه. تا حالا هم نیومدن این کتاب رو اصلاح بکنند، آیات قرآن رو. اگر عمدن بوده خب توجیه داره که چون که عمدن بوده اومدن آقا تا 1000 سال دیگه هم که چاپ بکنن همیگونه چاپ میکنن. اگر اشتباه بوده که اشتباه هست یا عمدی هست نمیدونم، به هر صورت این دلیل بر این است که آقای کلینی و این راویان واقعا جاهل بودن و دروغ پردازانی ناشیانه و در واقع یعنی بی بصیرت بودن، هیچ گونه آشنایی با قرآن کریم نداشتن. اما بس این تمام نمیشه و ادامه دارد این مطلب. مطلب بعدی در همین چند خط پایین‌تر هست، آیه از قرآن رو که حتی بچه‌ها اینو بلد هستن در سوره انشراح فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. توجه نکردیم من چطوری خوندم آیه رو؟ فاذا فرغت ما عادت کردیم، مثلا بارها شده من اشتباه کردم در آیه و اما به نعمت ربک فذکر مثل آیه قزوینی. اینا فرهنگ قرآن رو عوض کردن، به خورد مردم متاسفانه اینو دارن. خب در اینجا میگه فاذا فرغت فانصب، در اینجا حرکت نگذاشته این مطلب رو، این آیه رو، اما همه میدونند که آیه قرآن اینجوری هست که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. اما در اینجا گفته فاذا فرغت فانصب. این ادامه رو دوستان توجه بکنید. یقولون اذا فرغت فانصب علمک، اذا فرغت فانصب علمک، وقتی که فراغت یافتی علمت رو نصب بکن.
این فنسب به معنی خسته شدن هست، از خستگی هست، از نسب به معنی خسته شدن است. فنسب به معنی نسب کردن هست، نسب کن. اینا اومدن چیکار؟ یک این حرکات آیه رو، این فنسب رو جابجا کردن، فنسب رو کردن فنسب، تا اینکه بگن که بله الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داده که فنسب، علی رو نسب بکن، علی رو نسب بکن. اینم در ادامه گفته که الله متعال اذا فرغت فنسب علمک، علمت رو نسب کن و اعلن وصیک فاعلمهم فضله علانیه، تا ادامه این مطلب که در اینجا دوستان اینو در مصحف هم نشون بدن، ببینید که چگونه زیرکانه یا جاهلانه بگیم اومدن. و متاسفانه مجلسی این موارد رو که من ذکر میکنم، اینا من گفتم اینا عمدی هست. مجلسی هم در این باره در همین کتاب که خدمت من هست و میگوید که والمستفاد من هذا الحديث انه بکسر الصاد، از این حدیث فهمیده میشه که این آیه به کسر صاد هست و اذا فرغت فنسب هست. فنسب در واقع نیست، تایید میکنه، به جای اینکه بیاد و بگه که اشتباه هست، این خلاف قرآن هست، ما اینو قبول نداریم، اومده این توجیه میکند که از این حدیث فهمیده میشود که این در واقع خلاف در اصل آیه این گونه با کسر بوده و با ضمه نیست. و در مورد موارد دیگر، در موارد دیگر مثلا در همون حدیث اولی که در اینجا من خوندم که آیه قرآن را که اشاره کرده بودند که ان تكون ائمه هي ازكى من ائمتكم، در اونجا مجلسی میگه و الظاهر ان فی قرآنهم كانت الايه هكذا، میگه ظاهرا در قرآن ائمه آیه اینجوری بوده، اما متاسفانه تحریف کردند قرآن رو که به ما دادند. این مطلبی هست که خودش همون روایت 17000 حدیث رو میاد تصحیح میکنه دیگه، از این چه توقعی داشته باشیم؟ واقعا عقیده هست. خب بس هنوز بگیم، حالا من در همین یک حدیث گیج شدم. هست هنوز هست. من چند مورد دیگر خدمت شما عرض میکنم تا اینکه و نمیدونم بتونیم ما حدود 40 دقیقه تا پایان برنامه داریم و دوست داریم صدای بینندگان را. دو مورد رو من ذکر میکنم و این باب رو میبندیم. بفرمایید. در همین صفحه در جلد 1 صفحه 295 هست، دوستان اینو نمایش میدن. در اینجا آیه دیگری رو میخونه که اینو هر بچه اینو بلد هست میخونه. ثم قال و اذا الموده سئلت بأي ذنب قتلت، و اذا الموده سئلت بأي ذنب قتلت. در مرحله اول وقتی که انسان میخونه میگه خب اشتباهی شده، یک واوی رو در اینجا انداختند. آیه قرآن این است که و اذا الموءودة سئلت، زمانی که الله متعال در روز قیامت از دختران زنده به گور شده سوال میکنند. اینو حتی اگر بینندگان عزیز و ارجمند ما شیعیان محترم اگر برن ترجمه قرآنی رو دارن برن نگاه بکنن، میبینه که در اینجا گفتن و اذا الموءودة سئلت، این موعوده رو به دختران زنده به گور شده ترجمه کردن. اما در کتاب اصول کافی مطلب دیگر هست، اینو گفته و اذا الموده سئلت بأي ذنب قتلت، زمانی که مودت سوال کرده می شود بأي ذنب قتلت، که این مودت رو شما به چه خاطر کشتید، مودت اهل بیت رو، که این مطالب رو ان شاء الله در جلسه بعدی من خدمت بینندگان مشروحاً بیان میکنم. یقولو میگه که این گفته امام است، یقولو اسالکم عن الموده، الله میگه که من شما رو سوال میکنم از مودت، التي انزلت علیکم فضلها، مودتی که فضیلتشو بر شما نازل کردم، از شما میپرسم که اونم مودت القربا هست، خویشاوندان رسول الله هست، بأي ذنب قتلتموهم. ببین اینجا تعبیر عوض شد دیگه، بأي ذنب قتلتم، قرآن میگه بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، به چه ذنبی کشته شده، موعوده مؤنث هست، کلمه مؤنث هست، صیغه و فعل مؤنث آورده، بأي ذنب قتلت. در اینجا دید که در اونجا متوجه نشدن، به ائمهشون گفته بودن ائمه هی ازکا من ائمتکم، در اینجا انگار که متوجه شد که ائمه مذکر هستند، مذکر رو وقتی کشتن باید بگن بأي ذنب قتلتموهم یا بأي ذنب قتلوا، اینو عوض کردن که میگه بأي ذنب قتلتموهم و قال جل ذکره، که آیه بعدی رو در اینجا ذکر میکنه. بله دوستان اینم نشون بدن در مصحف بأي ذنب قتلت، و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود به کدامین گناه کشته شده. ترجمه کی هستین؟ این ترجمه اهل سنت است، البته میشه که ترجمه خودشون هم بیاریم. خب تا اون وقت اگر ترجمه رو پیدا بکنیم من یک مورد دیگر رو اضافه بکنم به خاطر اینکه وقت رو غنیمت بشماریم. در همین روایت یک آیه دیگری رو باز ذکر کرده، اگر دوستان اینو نمایش بدند، روایت بعدی رو در سوره نساء هست، آیه 83 این سوره هست.
میگوید که وقال عز وجل، وقال عز وجل. این دوستان حتما توجه کردن وقتی که من این آیه رو خوندم، در ابتدا میگه وقال الله جل ذکره، قال الله و قال عز وجل، یعنی نسبت به الله متعال میگوید که الله متعال چنین و چنان فرمودن. این آیه هست ولو ردوه الى الله و الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه الى الله و الى الرسول. این آیه در قرآن، نمیدونم بینندگان عزیز قطعا بسیاری که با قرآن اثر و کار دارن میدونن که در این آیه هم تحریفی در واقع صورت گرفته. ولو ردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منهم، که این دلالت بر جهل این راویان و خود آقای کلینی میکنه که در واقع با قرآن کریم و با آیات الهی هیچ گونه آشنایی رو نداشتن. آیه همون گونه که من عرض کردم در سوره نساء هست، اگر آقای انصاری رو نمایش بدن، سوره نساء آیه 83. در اصل سوره در قرآن کریم در اینجا ولو ردوه الی الرسول اومده، ولو ردوه الی الرسول. آیه 83 فرمودید؟ بله، آیه 83 سوره نساء. در اینجا اومدن الی الله، اینو اضافه کردن، ولو ردوه الی الله، این در واقع اضافه شده هست که در اصل قرآن کریم وجود نداره. دوستان اینو نشون بدن، این آیه است آیه 83. بله. من الامن او الخوف اضاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم. الان این اصول کافی رو نمایش بدن، ولو ردوه الى الله و الى الرسول، این اضافه شده در اینجا. الان شما این دقت بکنید، اصول کافی چند مرتبه چاپ شده در دنیا؟ این فقط یک صفحه هست، این همه اشکالات قرآنی داره در این کتاب. در یک روایت این همه اشکالات وجود داره که بعضیشون عمدی هست قطعا، که و برای این که امامت رو ثابت بکنن. الان برمیگردیم به همون نقطه اولی که من خدمت شما عرض کردم. اینها اومدند و این دشمنان اسلام یهود اومدند و این قرآن رو با اهل بیت اینو گره زدند، یعنی تحریف قرآن رو، که شیعیان از دو گزینه یکی رو باید انتخاب بکنند، یا تحریف قرآن رو قائل بشن یا امامت ائمه اثنا عشر رو قائل بشن. قطعا اگر ائمه و بزرگان شیعه به هیچ عنوان نمیخواهند که امامت ائمه اثنا عشر رو از دست بدن، حاضر هستند که قرآن را از دست بدند و عملا گفتند، بسیاری از علمای شیعه اعتراف کردند که این قرآن جعلی هست، تحریف شده هست و تواتر را ادعا کردند که ما تواتر داریم که این قرآن ساختگی هست، جعلی هست، تحریف شده، کم و زیاد شده. یا این که بیاند و امامت را از دست بدند. اگر قبول بکنند که ولی این روایت جعلی هست، در اون زمان نه متعی خواهد بود و نه هم خمسی خواهد بود، یعنی منفعت خودشون را کاملا از دست میدند. علمای شیعه به خاطر این که منفعت خودشون را، منفعت مادی خودشون را، منفعت شهوانی و جنسی خودشون را از دست ندهند، به هیچ عنوان اعتراف نمی کنند که این روایت جعلی و دروغینی هست، زیرا که قبول کردن این حقیقت بدین معنی هست که هم جیبشون خالی میشه و هم جایی برای شهوترانی در واقع نخواهند داشت. و این مطلب من نیست، این مطلب را خود آقای مجلسی هم اینو اعتراف کرده. خود آقای مجلسی در همون روایتی که شما نشون دادید درباره 17000 آیه بودن قرآن کریم، که بعد از این که میاد و این روایت رو تصحیح میکنه در جلد 12 مرآت العقول، در اونجا میگه که فالخبر صحیح، این خبر صحیح، قرآن 17000 آیه بوده. میگه ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القرآن و تغییره. میگه هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره، بر کسی پوشیده نیست که این خبر، یعنی روایت 17000 آیه قرآن که علی ابن حکم اون روایت کرده، میگه این روایت و روایات و اخبار صحیحه، بسیاری از اخبار صحیح دلالت بر این میکنند که در این قرآن نقصی، کاستی وجود دارد و تغییر شده. و عندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا. میگه از دیدگاه من، آقای مجلسی میگه که اخبار برای کاسته شدن از قرآن و تحریف شدن قرآن از دیدگاه من متواتر معنوی هست. و نقطه‌ای میخوام من اشاره بکنم این است که میگه و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا. ترک کردن تمام این روایات سبب می شود که ما به صورت کلی و 100% از اخبار خودمون و روایات خودمون دست بشوییم و همه رو در واقع رد بکنیم. بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامت. به اعتقاد من اخبار تحریف قرآن کمتر از اخبار اثبات امامت نیست، در یک حد هست.
ببین این دوتا رو با هم دیگه قرار دادن. اخبار تحریف قرآن از دیدگاه من میگوید از اخبار اثبات امامت ائمه اثنا عشر کمتر نیست. خب کدوم یکی رو باید چی قبول بکنم؟ اگر اخبار ائمه اثنا عشر رو قبول بکنند لازمش این است که قرآن رو باید از دست بدیم، زیرا که اخباری در همین حد ما داریم برای تحریف شدن قرآن. اگر اخبار تحریف شده قرآن رو قبول بکنند خب به این معنی هست که همون امامت رو قبول کردن، و اگر این قرآن فعلی رو قبول بکنند به این معنی هست که تمام این اخبار تحریف شده قرآن رو اینو کنار بزنند. وقتی که روایات تحریف قرآن رو کنار زدن 100% روایات امامت خود به خود هم کنار زده میشه، زیرا که خود راویان همین راویان هستن، همون راویانی که امامت علی و ائمه اثنا عشر رو برای شیعیان بیان کردن، همین راویان هم اومدند و تحریف قرآن رو اونم به صورت گسترده تری که هزاران روایت در این زمینه دارن اینو برای مردم در واقع بیان کردن. پس بنابراین اهل تشیع از دو گزینه اختیار دیگری رو ندارن، یا امامت رو قبول بکنند که این قبول امامت به معنی قبول نکردن قرآن هست، به معنی پذیرفتن تحریف قرآن هست، یا قرآن فعلی رو قبول بکنن که این به معنی نفی امامت هست و نپذیرفتن امامت و جعلی بودن تمام روایات تحریف قرآن و روایات اثبات امامت ائمه اثنا عشر. جزاکم الله خیر جناب مولانا، بارک الله فیکم. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهخان و از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه حجت بی حجت از شبکه وصال حق بودید. میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم و بعد از اون ان شاءالله شماره تلفن های برنامه زیرنویس خواهد شد و عزیزان بیننده میتونن تماس بگیرن و در مورد موضوعاتی که مطرح شده در این برنامه صحبت بکنن. با ما همراه باشید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 20 35 19 30 66 2044 33 20 10 14 33. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. این نیم ساعت اخیر رو اختصاص دادیم به صدای گرم شما عزیزان که تماس بگیرید و در مورد موضوعاتی که مطرح شد صحبت بکنید. سوال ما هم این خواهد بود که چرا در این باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علی علیه السلام جناب آقای کلینی نتونستن یک روایت صحیح در این باب بیارن که حداقل این امامت سیدنا علی رو ثابت بکنن، و چرا اولین حدیث که طبق اصول کتاب کافی که این کتاب تدوین شده اولین حدیث صحیح ترین حدیث اون باب هست. صحیح ترین حدیث این باب به جایی که بیاد امامت سیدنا علی رو ثابت بکنه 5-6 مورد تحریف در قرآن کریم رو میاد ثابت بکنه. شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و عزیزان میتونن که تماس بگیرن. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم در اینجا اینه که جناب مولانا عبدالقدوس دهخان امشب در شبکه جهانی آریان افغانستان که از آمریکا پخش میشه مهمان برنامه صدای حق هستند، برنامه اسلامی و برنامه جذاب و دیدنی
خواهر بزرگوارمون سیمین عمر که در شبکه آریان افغانستان، شبکه آریانه بین‌المللی که از آمریکا پخش میشه، در این شبکه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مهمان این برنامه خواهند بود. عزیزانی که دوست دارن این برنامه رو به طور زنده ببینن، ساعت 12:30 شب به وقت ایران و ساعت 1:30 شب به وقت افغانستان که شاید بیشتر خواب باشن بینندگان ما در اون مناطق، اینو خواستم اعلان بکنم و از همین لحظه به بعد ما تماس‌های بینندگان عزیز رو خواهیم داشت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جانم عرض به خدمت شما، این عرض کنم خدمت شما که فتوای آسان مایشه رو بخوامیتون گفتین یا نه؟ متوجه نشدم، میکنیم بلندتر صحبت کنید. چند شب پیش خدمت شما عرض کردم که فتوای خواهد آیشه رو بخوامیتون بگین که میخوایم باشون محرم بشین. بیننده عزیز و گرامی، شما اگر جرأت و شهامت و مردانگی و غیرت دارید، این بابی که باب النص و الاشاره الی امیر المؤمنین در کتاب اصول کافی هست، بگید که در این باب چرا جناب آقای کلینی یک روایت صحیح در اثبات امامت نیاوردن. یا روایتی وجود نداره یا همون حقیقت تلخی که مؤسس این مذهب عبدالله ابن سبع یهودی است که برای نابودی اسلام و مسلمان ها این باب را تأسیس کرده. میتونید در این مورد صحبت بکنید؟ ای کاش غیرت و مردانگی و شهامت می داشتید، یک ثانیه توقف می کردید و جواب می دادید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ من خیرالله تاجیکم، از قزوین زنگ میزنم. آقای خیرالله تاجیک از قزوین. برادر محترم، ما در مورد باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین در کتاب کافی صحبت کردیم. چرا در این باب یک روایت صحیح نتونست آقای کلینی بیاره؟ الو. بفرمایید. لطفاً صدای ما را از طریق گوشی تلفن بشنوید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. آقا انصاری. جانم بفرمایید. آقا انصاری. بفرمایید. شبتون بخیر آقا انصاری. من از دوستان شبکه‌تونم، خیلی شبکه‌تون دوست دارم. سلامت باشید آقای خیرالله. من همیشه این شبکه رو همیشه من شبکه رو نگاه میکنم، به بچه‌م هم میشونم پایین شبکه‌تون، میگم بشینیم این شبکه رو نگاه کنیم. این شبکه ما اهل سنته. این یاد بگیریم یه چیزی از آقای انصاری، اصلا از جناب آقای شیخ، ببینیم شبکه ما، دین ما، مذهب ما اینه. بعد پیش اهل تشیع کم نیاریم. این چیزی دیگه هم میخوام بگم به این جناب شیخ، بگیم ما رو دعا کنم. ما اینجا مهاجریم، خیلی حرفای گوش میکنیم، کارگریم، تحمل اینا رو داشته باشیم. هر یه دعا بکنه که ما زندگی ما افغانستان بهتر بشه، برگرده به مملکت ما. آقای انصاری خیلی از شما ممنونم. آقای انصاری تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. خیلی من از شما خوشم میاد. خدا شما رو همیشه سر حال داشته باشه. سلامت شما باشید. خدا نگه داره این شبکه تا روزی باشه، این شبکه باشه. این نداریم بعضیا زنگ بزنن به دین ما توهین کنم. خیلی توهینا به دین ما میکنن. من اون شب به دین ما توهین کردم، تا صبح گریه میکردم. آقا انصاری دیگه چیزی از من بر نمیاد. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. اینا که زنده باشی، قربون برم آقا انصاری. زنده باشید. خوشحال شما رو میبینم. الله متعالفتون کنه. ما دعا کنیم جواب اینا نذاریم به دین ما توهین کنن. خدا شما خیر بده آقا انصاری. سلامت باشید. الله متعالفتون کنه. تشکر از شما. خوشم. زنده باش آقا انصاری. ما هم دعا کنیم اینجا، ما هم مهاجریم اینجا، کارگریم آقا انصاری. الله متعال سعادت دارین نصیبتون کنه. الله متعال سعادت دارین نصیبتون کنه. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. زنده باش آقا انصاری. سلامت باشید. سلامت باشید. شما رو موفق داشته باشه. آمین. همیشه خوشحال میشم شما رو میبینم. تشکر از شما. خدا نگهدار. شیخ هم سلام برسونید. سلام ما رو برسونید. بگو برای ما دعا کنم. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. شبکه وصاله. شبکه وصال حق. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ما میخوایم خود آقای انصاری صحبت کنم. بفرمایید. شما دارید با من صحبت میکنید، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بردیده مایم که من از افغانستان، از هرات صحبت میکنم.
امی شیعای کثیفی که دین ما توهین میکنم، من میخوام دائم امی آقای انصاری باشن که جواب از اینا جواب دندون شکن بزینا میدم. این کثیفای نجس خود خدا اینا رو بزده که به دین ما توهین میکنم. اما از دیگه برادران عالم میخوام که از اینا که آقای انصاری باشن که حساس و صحیح جواب از اینا جواب دندون شکن به کثیفا میدم. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما، الله متعالفتون کنه. من یک دیگه هم دوست دارم که همین سعی کنیم شبکه اسلامی خیلی کمه. همین میخوام که از این برادرها از این برادرای تاجری که ما داریم که همین کشورهای اسلامی که داره همین شبکه اسلامی همین اینا زیاد کنم. سعی کنیم یک شبکه اسلامی ما خیلی کم داریم ولی شبکه که از یهودای و چیزای زیاده. همین از این برادرها میخوام برادرایی که دسترسی دارم همین شبکه رو زیاد کنم ان شاء تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. شما هم تشکر که ان شاء الله موفق باشیم و دائم موفق باشیم. ما دیگه چیز دست ما فقط دعا میکنیم برای شما. سلامت باشین، الله متعالفتون کنه، الله متعالفتون کنه. تشکر از شما، زنده باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمدی هستم از بلوچستان. آقای محمدی از بلوچستان. و سلام ویژه‌ای دارم به خدمت مولانا. علیکم السلام. من فقط قصدم از شبکتون و از این روشنگری هایی که انجام تشکر از ما جناب آقای انصاری دیوان واقعا ما نیاز به همچین برنامه هایی داریم با توجه به این تحقیقات که امروزه صورت میگیره و این چیزا پخش میشه تو جامعه واقعا که به ضرر همه درست. خواهش داشتم بیشتر این برنامه پخش کنید. انشاءالله. تشکر از شما، تشکر از شما برادر عزیز. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام آقای انصاری. بله سلام علیکم، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از بلوچستان زنگ میزنم، آقای رویر هستم. بله صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید بیننده گرامی. چجوریشون با کسی دیگه صحبت میکنن؟ من خواهش میکنم عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونشون رو ببندن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی. من محمد آصف هستم از شیراز. دعوت دارم شما. آقا محمد از شیراز، بفرمایید برادر عزیز. محمد آصف هستم. بفرمایید. من مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان یک سلام خاص دارم، میخواستم این را فقط بگویم. سلامت باشید، سلامت باشید. علیکم و علیه السلام، زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. مولانا مجیب رحمان انصاری هم سلام من را برسانید آقای انصاری. علیکم و علیه السلام، تشکر از شما برادر عزیز، الله متعالفتون کنه. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من لطیف هستم. از تهران زنگ میزنم. از تهران. برادر عزیز لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید، بفرمایید صحبت کنید. شاید آقای انصاری صدای تلویزیون رو هم بستید. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. آقا لطیف بزرگوار، در مورد این باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین علی علیه السلام که در کتاب کافی اومده، چرا یک روایت صحیح نیاورده جناب آقای کلینی بعد از 20 سال که زحمت کشیدن؟ استاد عزیزتون آقای انصاری است که شاید اصلا روایت صحیح وجود نداشته باشه. متوجهی؟ بله. البته شاید صحیح وجود نداشته باشه در این مورد امام اول شیعه که فرمودی.
یکی دیگه هم راجعش گفت شاید ایشون یعنی آقای کلینی اصلا نمیدونه حدیث صحیح چیه که بخواد عنوان کنه. درست. این دوتا استاد عزیز نصب کرد. حالا من میخواستم ازش سوال بکنم ببینم از های دهقان احتمال داره مثلا مورد استفاده هم داشته باشی بگیم آقا شاید همچین چیزی بوده به یه عنوانی از قلم افتاده الان فقط خدا میدونه، ما واگذار کنیم به خدا، هر چی خدا میدونه. درست. من سوال شما رو متوجه نشدم. سوال خاصی دارید در جناب مولانا دهقان؟ بفرمایید کمی واضح‌تر صحبت بکنید تا من متوجه بشم. وقتی متوجه نشدید سوال من نمیگم استاد شما آقای دهقان درسته از در حالت صحیح اصلا یه موقع نبوده در مورد امام اول شیعیان که آقای کلینی ننوشته. درست. یعنی به نظر شما روایت صحیحی در اثبات امامت امامان شیعیان نبوده، به خاطر همین کلینی چیزی ننوشته. شما دارید میپرسید؟ بله تشکر میکنم از شما. شما داشتید صدای ما را طریق تلویزیون میشنیدید. بله بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام برادر گرامی، خوبی؟ سلامت باشید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده از بلوچستان زنگ میزنم. از بلوچستان. بفرمایید بیننده گرامی، در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه موضوع خوبیه. من یه سوال دیگه از حضرت مولانا داشتم. بفرمایید. که مزاحمتون شدم. والا حقیقتش نمیدونم در رابطه کتاب کافیه چی شما سوالی داشتید. من عالم نیستم که اظهار نظر کنم. این کافی رو اصلا ندیدم و نمیخوام ببینم. درست. درست. ولی من یه سوال داشتم، میتونم یه سوال شخصی که مثل حضرت مولانا مولازاده گوشی رو بردارن جناب آقای دهقان، یه سوال خصوصی که فقط خودشون بدونن. بله بعد از برادر عزیز و بزرگوار، بعد از برنامه تماس بگیرید، جناب مولانا در خدمت شما هستن، هر جور دوست دارید سوال بکنید. با همین شماره؟ با همین شماره بله. باشه دست شما در نکنه. زنده باشید. تشکر از زحمات شما. تشکر از شما. خدا رسم شما رو می‌بینیم چشم و دلمون روشن میشه. سلامت باشید. الله متعال سعادت دارای نصیبتون بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. شما مولانا من تعجب میکنم، یعنی کجا رفتن این همه آخوند و آیت اللهی که میان تو برنامه‌شون آی سر صدا را میندازن که ما امامت رو ثابت میکنیم، ما خلافت رو ثابت میکنیم. خب اینم از باب اشاره و نص علی ائمه الاثنی عشر. خب بیایید از این سوراخاتون بیایید بیرون، جواب بدید اینا رو که چرا آقای کلینی نتونسته یک روایت صحیح در این باب بیاره که طبق همون معیارهایی که خودتون تصحیح و تضعیف کردید روایتاتون. من تعجب میکنم باور. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. باش آقای نه. سلام علیکم بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشید، من از استان زنجان زنگ میزنم. از استان زنجان. بیننده گرامی در کتاب اصول کافی، صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم، بابی هست باب النص و الاشاره علی امیر المؤمنین که در این باب میخواد امامت امیر المؤمنین رو ثابت بکنه. متاسفانه یکی از روایت های این باب هم صحیح نیست که بشه به اون اعتماد کرد و اولین روایتی که خوندیم دیگه وضعیتش رو دیدید که به جای اینکه امامت رو ثابت بکنه تحریف قرآن رو ثابت میکرد. در این مورد صحبتی دارید؟ در خدمت شما هستیم. بله، اولین صحبتم راجع به کلمه ائمه بود که مهمون شریفتون
این رو متوجه نشدن که ائمه جمع مکسره، ایشون ظاهرا خودشون عرب هستن، چطور متوجه نشدن وقتی ائمه جمع مکسر هست ضمیری هم که بهش برمیگرده باید ضمیر مؤنث باشه؟ این هیه به خاطر اون جمع مکسر هیه اومده. اول این سوال منو جواب بدید و بعد من بقیه سوالای شما رو جواب. جمع مکسر برای ذوی العقول یا برای غیر ذوی العقول؟ متوجه شدید؟ بیننده گرامی آقای زنجانی. بله بله. جواب استاد شنیدید؟ جمع مکسر برای ذوی العقول و غیر ذوی العقول تفاوتی داره یا نداره؟ گوش میدم، این تلویزیون تأخیر داره، متوجه نشدم. شما تلویزیون نشنوید، از طریق گوشی تلفن بشنوید. بله دوباره بفرمایید. بفرمایید جناب. گفتم برای ذوی العقول و غیر ذوی العقول تفاوتی نداره؟ نه خیر، ذوی العقول باشه یا غیر ذوی العقول وقتی که جمع مکسر باشه ضمیری که بهش برمیگرده باید ضمیر مؤنث باشه. خب بسیار خب. مطلب دیگه غیر از این؟ مطلب دیگه اینه که شما وقتی دو تا آیه که کنار هم اومده، این دلیل بر شما دو تا آیه رو ذکر کردید که این کنار هم اومده، این دلیل بر این نیست که در قرآن هم کنار هم اومده، اونها رو تو گیومه جدا کرده از هم دیگه. عزیزم برادر گرامی، برادر گرامی، آقای زنجانی همین روایت اول که در کتاب کافی امت رو به ائمه تحریف کرده، نظرتون رو در این مورد بفرمایید. غیر از این، اگر آقای مجلسی گفته باشه که در قرآن ائمه این گونه بوده، نظر شما باز هم همین خواهد بود؟ ببینید شما روایت های دیگری که در اصول کافی اومده که به طور جامع بیان نمی کنید که اونجا در واقع ائمه نفرمودن که قرآن تحریف شده، بلکه فرمودن که همراه قرآن آیاتی که از به اصطلاح وحی می شده بر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خودشون تفصیلی داشتند بر قرآن. آقای زنجانی برادر بزرگوار، یک لحظه آقای زنجانی، اینجا شبکه وصال حق است، اینجا شبکه ولایت نیست. هر حرفی که میزنید به دلیل، به صفحه، به جلد و نص عربیشو بخونید، ترجمه بکنید. این حرفی که شما میزنید غیر از این نگفته کسی. بحث این نیست که اینها تفسیر بوده، تعویل بوده. ائمه چی گفتن؟ ائمه بزرگوار شما مثل آقای مجلسی و بقیه علمایتون تصریح کردن. من در آخر برنامه قول آقای مجلسی رو کاملا خوندم که ایشون گفته بود که این خبر و اخبار صحیحه دیگر تصریح دارند و نزد من متواتر معنوی هستند که در این قرآن نقصی شده، کاستی پدید اومده و تغییر پیدا کرده. اینو شما چی میفرمایید؟ کلام علما بر ما حجت نیست. اگر حدیثی از ائمه که نص بر تعریف قرآن داره، اون بر ما حجت است. همین احادیثی که برخلاف قرآن موجود هست، این روایات شما چی میفرمایید؟ این قول ائمه هست. قول ائمه هست. همین روایتی خودتون گفتید که به جای ائمه، همین روایت رو شما چی میفرمایید؟ از امام صادق علیه السلام روایت هست که اگر شما حدیثی از ما دیدید که برخلاف آیه‌ای از قرآن، اون حدیث رو بکوبید به دیوار. خب این همین روایات این باب اثبات امامت سیدنا علی خلاف قرآن بود. من خدمت شما خوندم. شما اینا رو میکوبید به دیوار؟ بعد 100%. ما آخه استنادمون فقط اونها نیست که شما فقط از اصول کافی استناد کردید. برترین کتاب شما امامت ائمه فقط اونها نیست، از آیه خود قرآن ما استناد داریم. این آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین، این بقیهش رو دیگه خودتون میدونید دیگه. بله ما میدونیم. این آیه رو ما مفصلا جواب دادیم. بحث ما این هست: برترین کتاب شما، برترین امام شما، برترین مسئله شما، برترین امام شما در کتاب اصول کافی دلیلی نداره. بقیه رو بذارید کنار. مراجع دست دوم و سومتون رو بذارید کنار، مرجع دست اولتون رو بفرمایید. اینو شما قبول دارید که در کتاب اصول کافی مرجع اول، اصلا مرجع دست اول ما خود قرآن هست، نه اصول کافی.
خب یک آیه سری از قرآن برای امامت الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کیا هستن؟ برادر عزیز، بیننده گرامی، همین آیه ای رو که خواندید، همین رو ترجمه کنید برای ما. اطاعت کنید از خداوند و اطاعت کنید از رسول خدا و از اولی الامرتان. روایت صحیح داریم از جابر ابن عبدالله انصاری که اولی الامر رو اومده از محضر نبی اکرم پرسیده و یکی حضرت اسم ائمه اثنا عشر رو برده پیش ایشون. شما میگید شما بفرمایید اولی الامر کیا هستن؟ ببینید اولوالامر، ما استفاده کنیم. اولوالامر همه کسانی هستند که عالم هستند، حاکم هستند، در رأس مسلمان ها قرار دارند. همین آیه رو اگر که شما ادامش رو بخونید، این مشکل برداشت عزیزم آقای زنجانی ادامه همین آیه رو الله سبحانه و تعالی میفرماید که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر که در چیزی به مشکل رسیدید، اختلاف پیدا کردید، با کی اختلاف پیدا کردید؟ با اولوالامرتون اختلاف پیدا کردید. چی میگه ادامه‌شو؟ فردوه الی الله و الرسول، برگردانید به الله و رسولش. اگر امامان هنگونه که شما ادعا میکنید از طرف خدا منصوص بودن، معصوم بودن، پس باید ادامه آیه میگفت که فردوه الی الله و الرسول و الائمه. مسلمان ها با کی اختلاف پیدا میکنن که الله سبحانه و تعالی میگه که به الله و رسولش برگردانید؟ با اولوالامرشون. امکان داره اولوالامر اشتباه بکنه، امکان داره اولوالامر خلاف ما انزل الله حکم بکنه. نه. در این صورت وقتی که این آیه داره میگه در واقع اگر اختلاف داشتید که آیا اولوالامر، همین اختلاف که الان بین من و شما هست، یعنی اختلاف داشتید که آیا ائمه منصوص خدا هستن یا نه، منصوب خدا هستن یا نه، اون وقت مراجعه کنید به خدا و رسولش. اون وقتی شما قبول ندارید که ائمه از جانب خدا هستن، دیگه به ائمه نمیشه مراجعه کرد، چون شما حرف ایشونو قبول ندارید. عزیزم آقای زنجانی، مراجعه کنید به خدا و رسولش. آقای زنجانی برادر عزیز بزرگوار، ما میبینیم که قرآن کریم برای هدایت بشریت فرستاده شده، اما بر اساس برداشت شما برادران شیعه قرآن ما رو گمراه کرده. پس در قرآنی که نه ما همچین ادعایی نداریم گمراه ما. همینه. الان این قرآنی که ما داریم و این آیاتی که ما میخوانیم برداشتی از امامت امامان 12گانه نمیشه. این برداشت و تفسیر رو شما میکنید. شما الان فرمودید که منظور از اولی الامر علما و حاکمان هستن. بالاخره کدام هست؟ آیا حاکمان آیا جزء اولی الامر هستن یا نه؟ هستن. اگر حاکمان جزء امر هستن، پس معاویه و یزید هم حاکم جامعه اسلامی بود. واجب بود بر ما که عزیزم معاویه اولوالامر بود. یزید وقتی که از اون منهاج عزیزم یزید وقتی که از اون روشی که خلفای قبلی داشتن خلافش عمل کرد، سیدنا امام حسین قیام کرد عزیزم سیدنا امام حسین، بذارید من صحبتم تموم بشه. سیدنا امام حسین قیام کرد. چرا قیام کرد؟ که فردوه الی الله و الرسول رو عملی بکنه. میخواست اون روش خلافت رو به طریق الله و رسولش برگردانه. امام حسن چون معاویه به طریق الله و رسولش خلافت میکرد، خلافت رو واگذار کرد به معاویه. خب خلافت بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام به چه حقی به معاویه واگذار شده بود؟ حضرت علی واگذار کرد. حضرت علی و امام حسن واگذار کرد. بیننده گرامی یک کمی تاریخ مطالعه علی علیه السلام کجا واگذار کرد؟ تشکر میکنم از شما. وقتمون به پایان رسیده. جناب استاد اگر تعلیقی دارید رو صحبت ایشون فرمودند که احادیث برای ما حجت نیست. من بحث ما همین بود. بحث ما کل دلایل امامت نیست. دلایل امامت رو قبلا که ذکر کرده بود، یک به یک ما اینا رو بررسی سندی کردیم و بس هیچ، یعنی مسئله رو تمام بکنیم و همه این دلایل رو بررسی کردیم، آیه ولایت رو، آیه تطهیر رو، بقیه آیات. بحث ما امروز فقط روی این باب هست که برترین امام شما که سیدنا علی هست، در برترین کتاب شما هیچ گونه دلیلی برای اثبات امامتش در باب اشاره و نص در این زمینه وجود ندارد. همین اندازه بقیه دلایلی که شما استدلال میکنید ما اونها قابل بررسی هست و انشاءالله در ادامه این برنامه، در برنامه دیگر ما بیان کردیم و بیان خواهیم کرد انشاءالله. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که مهمان این برنامه بودن و
واقعا این معمایی که نمیتونن جواب بدن رو مطرح کردن. امیدواریم که علمای شیعه این جرأت رو داشته باشن که بیان زنگ بزنن و در مورد این که آقای کلینی 20 سال زحمت کشیده و این همه ریاضت کشیده، آخرم یک حدیث صحیح در باب اشاره و نص علی امیرالمومنین نتونسته بیاره، دیگه وای به حال بقیه. و برادر عزیزم که میفرمان که بقیه علما گفتن، لطف کنید برید بقیه علماتون هم ببینید که وضعیتشون از آقای کلینی بهتر نیست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی عقل و منطق و فهم صحیح قرآن کریم و سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب ما و شما بینندگان عزیز بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.